سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی. در خدمت آقای دکتر زهره‌وند، دیپلمات عزیز کشور ما هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه دیدبان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و همچنین بینندگان برنامه. آقای دکتر، اولین سوالی که خدمتتون عرض می‌کنم، شما فی بین سال 1387 تا 91 معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودین در زمان آقای جلیلی و یکی از مهمترین پروژه‌های کاری که حضرت عالی داشتین مذاکرات هسته‌ای در قالب گروه 5+1 بود. به نظرتون چرا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسید در زمان آقای جلیلی؟ ببینید، این در واقع ما در اون فاصله بین اون روندی بودیم که از قبل شروع شده بود در دوره آقای لاریجانی و حتی قبلترش، و بعد هم در دوره آقای جلیلی پرونده اومد به هم در واقع در دوره آقای لاریجانی پرونده اومده بود به دبیرخانه و در دبیرخانه هم بود که بعداً دوباره در دوره آقای روحانی اومد رفت به وزارت خارجه. یعنی می‌خوایم یه وسط این روند آقای جلیلی وارد شده بود و خب بنابراین تلاش این بود که بریم ببینیم آیا در مذاکراتی که صورت گرفته بود از قبل در دوره آقای لاریجانی تحت با آقای البرادعی قرار بود که کل مسائل حل شه. این باور بود که ما مسئله داریم با غرب در رابطه با مسئله هسته‌ای و میشه این مسئله رو اگه حل کنیم ما بقیه مسائل هم حل شه بره پی کارش. در حالی که اعتقاد بنده و به نوعی هم آقای جلیلی هم همین بود که مسئله ما با غرب یه مسئله جوهریه، مسئله هسته‌ای بهانه است. از چه نظر؟ خب چون ما دو تا پارادایم متعارض هستیم. شما اومدی با انقلاب داری مسیر رو باز میکنی که در نهایت این شرایط به ضرر غرب خواهد بود. شما مدل جایگزین رو داری مطرح میکنی، بحث از مداخله دین در سیاست رو داری، بحث از دفاع از مستضعفین رو داری، بحث از استقلال رو و آزادی کشورها رو مطرح میکنی، نفی میکنی هر نوع سلطه رو و سلطه پذیری رو. ببینید شعاری است که ازش تحت عنوان الهام بخشی انقلاب اسلامی یاد میکنن دیگه. در مقابل آمریکا یک دولت هژمون هست، بحث از یک پارچه سازی و گلوبالایزم کردن جهان رو مد نظر داره و پولش رو جهان روا تعریف کرده، امنیت رو یک پارچه داره تعریف میکنه و بعد اینکه باید یک جهان رو یک کنسرواتوری ببینیم که رهبریش با ایالات متحده است. ببینید دقیقاً در دو نقطه متنافر حرکت میکنن. 8 سال دفاع مقدس هم اینو نشون داد. یعنی ما اون زمان اساساً با مدل‌های لاییک و سکولار درگیر بودیم، حالا چه میخواد نوع لیبرالش باشه چه نوع سوسیالیستی و کمونیستیش که روسیه و چین بودن. ما در اون جنگ تنها بودیم و بنابراین کل دو جهانی که با هم در تعارض بودن که در موضوع ایران به اشتراک رسیدن. بعدن که اتحاد جماهیر شوروی سابق پاشید فرو ریخت، موند که دولت امریکا شد یک جانبه گرایی و هژمون و در اینجا دیگه حالا او با دست بازتری هم حرکت میکرد. یعنی اگه ما فضایی داشتیم که شاید میتوانستیم بریم با یکی ببندیم علیه دیگری، دیگه این هم باش بحث شده بود دیگه. موضوعی رو که حالا در سایه اون مقاومت 8 ساله و درس هایی که اون مقاومت به غرب داد، اینا وارد در واقع یک نوع برخورد نرم با ایران شدن. از قبل از بحث هسته‌ای اینا وارد مذاکرات حقوق بشری شدن. یه تستی رو اون زمان که در حضرت امام در قید حیات بودن انجام شد تحت عنوان مذاکرات در واقع اتهامی، بعد شد مذاکرات انتقادی، بعد شد مذاکرات سازنده، گام به گام. بعد یه دفعه چشم وا کردیم دیدیم داره میشه یه برجام که حضرت امام جلوش گرفت. چه سالی؟ اینا برمیگشتش به تو دهه 70 بود. بعد از این ماجرا همون تیمی که ما ازش تحت عنوان باند نیویورکی ها یاد میکنیم آمدن پروژه در واقع مذاکرات خلع سلاحی رو روی دست گرفتن. باند نیویورکی چه اشخاصی بودن؟ این چیزی بود که در وزارت خارجه و اینها مد شده بود، باب بود دیگه، چون حلقه بسته‌ای بودن که کسی رو راه نمیدادن و موازی با معاونت‌های دو جانبه کار می‌کردن. ما یه معاونت چند جانبه بین‌المللی داشتیم، یه معاونت دو جانبه که
مسائل بین دو جانبه کشورها دنبال میکردن، در حالی که اساساً درست ما معاون بین الملل میخوایم در رابطه با سازمان های بین المللی، اما روابط بین المللی و دو جانبه به نوعی اینا در هم تنیدگی دارن و اینا باید با هم دیگه یک پارچه دیده بشن، ولی خب این نبود و لذا این حلقه بسته جوری بود که محور کار بیرونیشون هم نیویورک بود و کسانی که در نیویورک میتونستن برن و یا در نیویورک میتونستن در واقع کار بکنن، اینا یک وزنی داشتن در وزارت خارجه برای یه سری اقدامات و کارها. لذا این جنبه به اینا میگفتن باند نیویورکیا، از مأمور سادهشون تا بالاشون رو بایستی گلچین میکردن که نیویورکی باشه. از این حالا در این از علاقهشون به سبک آمریکایی میفرمایید، یعنی ایدئولوژیشون اصلا اعتقاد به ادغام داشتن، پروژه ادغام رو دنبال میکردن، پروژه نرمالایز کردن ایران رو دنبال میکردن، اعتقاد داشتن و دارن که در جهانی که ما توش هستیم نمیتونیم در واقع ساز خاص خودمون رو بزنیم. یه کنسرواتوره و تو این کنسرواتور شما رو به جایگاه میدن که شیپور بزنی، نمیدونم سولیست باشی، نمیدونم اینجور باشی اونجور باشی و رهبرم بالاخره آمریکاست. و این اصلا در تنافر بود، اصلا انقلاب شد برای اینکه ما این معادله رو به هم بزنیم. و در واقع الان هم که شما در تحولات غزه دارید میبینید دیگه، غزه فوکوسی است از آنچه که بر روابط بین‌الملل چیرگی پیدا کرده و حاکمه و داره میشکنه. یعنی چی؟ یعنی شبکه‌ای از تعریف شده از جریان صهیونیستی در رأس و بدنش که جریان فراماسونریه. یعنی داخل بدنه وزارت امور خارجه هنوز همچین ایدئولوژی هست نیویورکی تو دولت اخیر؟ بله اون که ببین خب یه ایدئولوژی دیگه، یه نگاه بین‌المللیه، چون مسئله رو از یه دریچه خاصی میبینن و ما در حوزه مسائل انقلاب هم کمکاری کردیم و شاید هم بخشش هم عمد بود، یعنی نگذاشتن جریان و نیروی اونجا شکل بگیره که بتواند با استفاده از تجربیات در حوزه روابط خارجی و با مستظهر بودن به منظومه معرفتی انقلاب بیاد حالا در واقع روشمندی رو شکل بده و بیاد تعریف بکنه، تبیین بکنه هنجارها رو، تحولات رو و بعد این کنش و واکنش اینو یک در واقع به یک تبدیل بکنه به یک ایدئولوژی قابل ارائه. این در حوزه‌های دیگه هم ما اینو داریم، در صنعت هم حتی داریم، در جنبه‌های حکمرانی اینو داریم و به همین خاطره که ما امروز با یک پدیده به نام اختشاش ایدئولوژیک مواجهیم دیگه. یعنی نمیدونیم بالاخره می‌خوایم سیره علوی رو بریم یا می‌خوایم بریم به سمت معاویه. آیا سکولاریم؟ آیا نمیدونم آخرت‌گراییم؟ آیا این عدم جدای دین از سیاست یک نوع تحجره یا این علم و این راه نجاته و شما موافق جدای دین از سیاست هستین؟ اصلا معنی نداره، انسان بی دین نداریم ما. اگه شما انسان رو بی دین پیدا کردی میشه انسان ناندرتال که دیگه چیزی تنش نیست. همین که شما لباس تنت کردی، همین که اومدی تو روابط و مناسبات درست کردی در پایین ترین سطح هم ممکن، اگر درست کردی شما متأثر از یک دین هستی. من حالا بحثم اینه کدوم دین؟ شما حتی یاکوزاهای ژاپن هم دین دارن دیگه، فواحش هم دین دارن. یعنی شما در یک منظومه معرفتی برساخته رفتار اجتماعی خودتو توجیه میکنه. اون که لباسشو پاره میکنه، اون که لباسشو هم فلان فرم در میاره، خود لباس بیانگر نوع نگاه و جهانبینی است دیگه. و جهانبینی حتما تبیین عملیاتی میخواد که میشه ایدئولوژی. یعنی خودتو حالا با در چارچوب چه ایدئولوژی میخوای این تبیین رو سامان بدی. شما سامان پیدا کنی دیگه، بالاخره یه نقطه ایدئال داری برای خودت، یه نوع سطحی از امنیت رو تعریف میکنی، یک نوع سطحی از بقا رو تعریف میکنی. این تعاریف نیاز به ایدئولوژی داره، اما در واقع تکرارپذیری و پایایی و گویای میزان کارآمدی بقا و یا اضمحلال اون ایدئولوژی و دینه. یعنی شما اعتقاد دارین تو مذاکرات هسته‌ای آقای جلیلی بیشتر بحث ایدئولوژی بود به بنبست رسیدن؟ حالا نه، در موضوع آقای جلیلی بنبستی نبود، اصلا کل ماجرا بنبسته. چون وقتی شما میری در جایگاه مذاکراتی نمیشینی، در جایگاه متهم میشینی. سوالی که آقای جلیلی براش مطرح بود این که بیایم نگیم 5 به علاوه 1، بیایم بگیم مثلا مذاکرات 7
یعنی ما بریم کنار شما، بیایم مذاکرات جامع انجام بدید. شما دغدغه داریم، ما هم دغدغه داریم، باشه بریم اینو بالانس کنیم. اگر شما مسئله امنیت منطقه است، ما مسئله داریم، مسائل رو مطرح میکنیم، بالاخره در یه سطحی با هم توافق میرسیم دیگه. 50 60 40 70 30. اتفاقا خیلی پوزیتیویستیک بود این پیشنهاد. اما اونا قرارشون این نبود. قرارشون این بود که اون در واقع نشان اتهامی رو و اون تابلو اتهامی رو به پیشونی و سینه ما بچسبونن و بگن خب تسلیم. مذاکرات واقعا تسلیمی بود، نه یعنی خلع سلاح دیگه. و میدونی که اینها خلع سلاح رو از هنجار شروع کردن که مسئله حقوق بشر بود. وقتی که دیدن که جواب نمیده، حضرت امام به این جنبندی رسید، گفت بزنیشون بیرون. چون ما هرچی اومدیم تنازل کردیم دیدیم داره یه گام میاد جلوتر، چون اون آورده ای نداره. ببین شما وقتی داری مذاکره میکنی بالاخره یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. اما اگر فرض کن این اومده مثل اون پلیسی که در ایالات متحده اومده بود زانوشو گذاشته رو گردن فرض کن اون سیاه‌پوست، اون میگه چی آوردی؟ میگه من زانوم آوردم. میگه تو اون چی آورده؟ میگه اون جونش آورده. مذاکرات ما در بحث مباحث خلع سلاحی این گونه است، یعنی او فشار آورده تحریم، ما چی آوردیم؟ ما داشته هامون آوردیم. هیچ آدم عقل سلیمی نمیاد ناموسشو بیاره، داراییشو بیاره، ثروتشو بیاره، شرافتشو بیاره، طرف مقابلم میگه من چاقوم آوردم. اگه میخوای نزنمت، اگه میخوای رو گردنت وردارم، اگه میخوای فشار ندم بهت، شما باید اینو بدی. حالا جالبش اینه حتی اگرم یه بخشی رو دادی، گارانتی نداری که این در گام بعدی چشمش مثلا اون یکی دخترتو نگیره، اون نمیدونم ثروتتو نگیره. پس چرا مذاکره می‌کردیم آقای دکتر اگه نتیجه نداشت؟ خب ما اینو بحثی در واقع یه ما شما مذاکره میکنیم صرف برای اینکه زمان بگیری. جلیلی کارش زمانگیری هم بود. بشه درد ما میخور زمان گرفتن. ما تونستیم مثلا از 3000 تا مثلا برسیم به 20000 تا سانتریفیوژ. ما از 10 کیلو رسیدیم به 120 کیلو. این خیلی تیزیه. یعنی یه ماست مذاکره میکنی، میدونه که طرف شارلاتانه، واسه اگه تونستی باش بازی کنی زدی بردی. اما یه بحث دیگه ای داریم که شما مذاکره میکنی برای به نمایندگی از جامعت. یه مشکلی که ما همواره داشتیم و الان هم داریم، فضای بسته است در تبیین نسبت به مسائل امنیت ملی که این به نفع کیه؟ به نفع غربه تا ما. یعنی ما یه جایی که باید افشا کنیم، شفاف باشیم، به دلیلی که عناصر ناهنجار در درون ما هستن، میگن این برخلاف مسائل امنیت ملیه. که من همیشه اینو میگم چطور مسائلی رو که شما باند نیویورکیا از سطح روزنامه‌های اروپا و غرب جمع میکنید یا از درون سازمان‌های بین‌المللی میارید اینجا به مردم نمیگید، اما میزنید طبقه بندی خیلی محرمانه. اونور که میری این شفافه. این چه جوری که شفافیت رو خودمون میندازیم به جای اینکه رو طرف مقابل بندازیم. جسارتاً در زمان آقای جلیلی مذاکره شفاف بود. مذاکرات قرار نیست شفاف باشه. من بحث از موضوع خروجی است. عاملی است که شما رو به سر میز مذاکره برده. ضمن اینکه ما در مذاکرات اتفاقا می‌خواستیم شفاف باشیم. یادمه دور اول ژنو که ما رفتیم، ما آقای جلیلی بود و من بودم و آقای باقری و یه نفرم آقای آهنی از وزارت خارجه و همین نشستیم. اونا از هر 5 تا کشور نشسته بودن نماینده‌هاشون. بعد جالبیش این بود که ما میگفتیم که ما آمادگی اینو داریم چون حقمون هست، دوربین‌هایی که الان بیرون وایسادن بیان توی جلسه وایسن و ما مذاکره کنیم. اونا نمیخواستن. اتفاقا چون طرف مقابل میگه آقا این بین ما و شما باشه، میگیم باشه، خب ما باید رعایت بکنیم بریم جلو. اتفاقا آقای جلیلی و این تفکر معتقد بودیم و هستیم که شفافیت در بالاترین سطح باید در خیلی از موضوعات باشه، مگر اون حوزه‌ای که دانشش و اطلاعاتش دشمن رو نسبت به ما مسلح‌تر بکنه، فشار رو روی ما بیاره. ولی اینکه مثلا بدونم من کی هستم، چجوری مذاکره میکنم، چی میگم، او چی میگه، این خیلی عالیه که. ولی در حالی که دیگران اینجور نبود. ما میگفتیم مثلا سوال من همین بود، بار اولی که ما رو اخراج کردن وزارت خارجه سر این بحث هستی بود دیگه. میگفتن آقا موضوعی که آقای هافمن میداند چرا ملت نداند؟ چرا مردم نباید بدونن؟ هنوزم همینجوره. یعنی نمیذارن روشن بکنی که آقا چه ماجرا. چون میگه اگه مردم بدانن بعد سطح مطالبه گری میاد بالا. کسانی که در ساختار حکومت دارن کار میکنن حالا باید بشینن در موضع پاسخگویی. در اینهایی که در ساختارن خودشون نظام میبینن و نظام
نظامات هیچ وقت پاسخگو نیستن، که درست هم است. نظام سیاسی در واقع مطالبه گره. ببین الان حضرت آقا به عنوان امام جامعه زبان مطالبه گره نظام سیاسی است که بر افکار مردم حاکمه، یعنی از طرف جامعه و بدنه اجتماعی مطالبه میکنه. این دولت و حکومت و سه قوه و قوای مربوطه هستن که باید پاسخ بدن شما چه کردی؟ چرا این اتفاقات داره میفته؟ میخوام در مذاکرات هم که شما اشاره کردی واقعا این نگاه درست ایدئولوژیک از نظر من بود، اما فلکسیبیلیتی آقای جلیل رو شما باید مثلا اونجا سوال میکردی که من مثلا جزی کسانی بودم که میگفتم آقا بذار آقای ویلیام برنز هم که داره اینجا خودش جر میزنه به در دیوار میخواد شما رو ببینه بذار ببینه. میگفت نه این مثلا میخواد از این استفاده بکنه برای اهداف سیاسیش نه صرفا هستی. گفتم حالا بکن. یا مثلا بحث 120 کیلو اورانیوم 20% رو که اونا میخواستن که بعد بس که شد حالا شما 20% بود یا 60% ولی 20% بود اون موقع 20% رو میخواستن. گفتم آقا رو همین ببندیم، ما که روی سانتریفیوژ و ظرفیت‌های هسته‌ایمون که نبستیم. میگفت نه اینا بر نمیگردونم. میگفتم درست میگی اما اینو بده بره، چون اگه میرفت و اونا کلاهبرداری میکردن سر همین که این کجا بره روسیه، بره دست ترکیه باشه یا بره در وین یا و که اون موافقت نامه تهران رو توافق تهران شکل بگیره. اونا هم هیچ گارانتی نمیدادن. گفتم ما اینو میتونیم اینو تبدیل کنیم به فرصتی برای نشون دادن بدعهدی اینا. اگر اون 120 کیلو از دست ما میرفت دیگه آقای روحانی نمیتونست باز بیاد بگه مثلا ما قول گرفتیم بالمره که همه مثلا تحریما هست. آقای جلیلی اختیار تام داشت تو مذاکرات؟ آره بعضیش خوب بود، مشکل نداشت. آقای دکتر شما یکی از اعضای مذاکره کننده بودین، صحبت‌های آقای احمدی نژاد چه تأثیری بر عمل کرده تیم مذاکره کننده داشت تو؟ کی؟ موقعی که داشتیم مذاکره می‌کردین زمان آقای جلیلی هماهنگ بودیم، حتی ما اونقدر چیز بودیم. موزه‌گیری‌های تندشون تأثیر خیلی عالی بود، خوب بود. بله ببین میخوام بگم یه کور دیگه مثلا به یکی از هوشمندیایی که باز تیم ما داشت و جلیلی هم از این استقبال میکرد، ببین مثلا اون شبکه دانشجویی که راه افتادن رفتن دور نتنز مثلا حلقه زدن و گفتن آقا اینجور، یا مثلا بیانیه‌ای که ما دادیم تاکید کردیم علیه ما هر نوع توافق یک جانبه بیانیه بدن که اگر اینجور بشه مجلس برخورد میکنه. ببین این دست مذاکره کننده رو باز میکنه. مذاکره کننده میگه آقا منم اگه بخوام این کارو بکنم فردا باید پاسخگوی فشار داخلی باشم. جالبش اینه تو دوره آقای روحانی همه رو میخواستن همسان باشن، همه ساکت باشن، کسی نقد نکنه. اصلا نقد به عنوان جرم محسوب میشد در دوره روحانی. ببین اینا چون پروژه رو از قبل بسته بودن، اونا میدونستن که کف دستشون چیزی نمیذارن. شما موافق مذاکرات هسته‌ای با غرب هستین؟ آیا به نظرتون امکان توافق با غرب وجود داره؟ اصلا ببین اصلا باز شدن این باب مذاکره باز از جمله به اعتقاد من من نمیتونم بگم صرف اشتباه، خیانت بود که ما در توافقنامه سعدآباد اتفاق افتاد و به دلیل مخالفت ما و اطلاع رسانی ما از وزارت خارجه سال 80 ما اخراج شدیم. گفتیم آقا شما به چه حقی دارید میرید این کارو میکنید؟ چرا میرفتیم با EUT رو مذاکره کردیم؟ با اون سه کشور اروپایی اول باب جدیدی رو باز کردن که این برخلاف اون در واقع مذاکرات یعنی مقررات پذیرفته شده در آژانس و MPT بود. یعنی ما اومدیم قبول کردیم که یه مذاکرات سیاسی رو اولا با اینا انجام بدیم، در حالی که ما قرار نبود اصلا در ما گفتیم موضوع هسته‌ای یک موضوع فنی و حقوقیه. اینا وقتی که EUT رو پذیرفتن و مذاکره با سه کشور اروپایی رو، یعنی اومدن خودمون رو استثناء کردیم. وقتی شما میپذیری که استثناء بشه، این استثناء شدن ما نتیجهش میشه اون 5 تا قطعنامه که بعداً دادن و برجام. ما میگفتیم آقا چرا بس به کره شما جنوبی ایراد نمیگیرید؟ چرا با هند این برخورد نمیشه؟ چرا با رژیم صهیونیستی انجام نمیشه؟ چرا مثلا شما نمیرید مذاکرات رو یا این فعالیت‌های هسته‌ای بریتانیا رو نگاه ببینید چه میکنه؟ چرا در برزیل این برخورد نمیشه؟ میگن چون اینا مثلا این گونه‌ن شما این گونه اید، اونا آن گونه‌ن شما این گونه اید. یعنی چی؟ یعنی شما استثناء بودن رو پذیرفتید. مسئله شون تعارض جوهری بود. یعنی میگفتن اگه ما این یخمو بگیریم
دو خم بعدی هم داریم. مثلا همین پرونده به اصطلاح خلع سلاحی که در ژنو هم بود، ما سفیرمون اومده بودش خودش مستمر فقط موضوع پرونده خلع سلاحی رو دنبال میکرد، نفر دومش رو گذاشته بود روی مسئله حقوق بشر. اصلا این پرونده اصلا براشون مهم نبود. اما مسئله پرونده خلع سلاحی که شامل هم هسته‌ای میشد هم موشکی، بعد خیلی دنبال این بودن که ما به پیمان MBA بپیوندیم. ما گفتیم برای چی؟ موشک چه ربطی داره به مثلا؟ اون زمان خیلی براشون هضم نمیشد که امروز برای حفظ موجودیت و ناموس این ملت موشکی که میتونه برای ما بازدارندگی بیاره. اما اونا اون موقع میدونستن. ببین غربی‌ها فرقشون با ما اینه، ما یه مقدار نوک دماغ میبینیم، بله. اونا دارن فرض کن برای 20 سال 50 سال بعدم دارن معادلات و تعادلای بین‌المللی رو برآورد دارن. ببین غرب الکی غرب نشده، ما میگم زیاد دست کم نگیریم. اما اگه این غرب رو ما امروز اومدیم از تعادل خارج کردیم، به برکت خون شهداست، به برکت انگیزه های امام حسینیه، خون حسینیه. اگر ما این ملاحظه رو در بدنه نظام اجرایی خودمون میتونستیم عملیاتی بکنیم، وارد بکنیم، وقت ما از غربیام برای 60 سال بعدش ما برنامه می‌ریختیم. الان متاسفانه نمیدونیم چی رو می‌خوایم، فقط میدونیم که یعنی نمیدونیم چی رو می‌خوایم، میدونیم چی رو نمی‌خوایم و بعد هم روزمرگیه. حالا اون بحث آقای جلیلی که شما فرمودید، میخوام از این زاویه بگم. آقای جلیلی این تجربه رو از قبل از مذاکرات به اصطلاح حقوق بشری داشت و بعد هم قرارش نبود که یک ظرفیت بده و حتی حاضر نبود که 120 کیلو رو بده، ولی من معتقد بودم 120 کیلو رو میدادیم و بعد اتفاقا یه دوسیه از بدعهدی اونها رو باز میکردیم که وقتی حالا میخوام برن فرض کن برجام رو درست کنن و نیروگاه عراق رو مثلا بوتون بریزن توش، میگفتیم آقا اول اون 120 کیلو پولشو بده بیاد، اون خسارتی که به ما زدی رو تامین بکن تا بعد برادریت به ما که اثبات شد حالا بریم سر چه. میخوام بگم این متاسفانه این اتفاق نیفتاد. آقایون با عجله همه چی رو دادن رفت. الان کسی نیست از اینا سوال کنه. خب آقای دکتر بعد از تیم حضرت علی تیم آقای ظریف اومد با توافق انجام شد، علتش چیه؟ خب به خاطر اینکه با هم یک چیز داشتن، پاتیناژ زوجی داشتن دیگه، نرد عشق می‌باختن دیگه، چون هم نظر بودن. اما بازم نمیدونستن که شما رو هم تو اون پاتیناژ فقط در حد این که یه عروسکی باشی پلاستیکی باد میچرخه. شما مخالف برجام هستین؟ بله از اولم بودم. اشکالات برجامو چی می‌بینی؟ اینکه شما رو میبرد به سمت خلع سلاحی، شما رو میبره به سمت اینکه در واقع تمکین کنی. یعنی شما وقتی که تمام ابزارات رو ازت گرفتن دیگه چیزی نداری که. آقای دکتر تو یکی از صحبتاتون حضرت علی فرمودین که اگه چرخ سانتریفیوژ نگرده چرخ اقتصاد هم نمیگرده، ولی الان چرخ سانتریفیوژ میگرده ولی اقتصاد ما مشکل داریم. اینو من نگفتم. تو یکی از مصاحبهاتون گفتی؟ من نگفتیم. گفتم اگر ایشون میگه که هم چرخ سانتریفیوژ بگرده هم اقتصاد بگرده، این مسئله رو مطرح میکردم. من بحثم اینه که تحریم اساساً برای سانتریفیوژ بسته نشده. شما میتونی تسلیم آمریکا بشی، بمب اتم هم بهت بدن. اگر شما رو تسلیم کردن بمب اتم هم بهت دادن، که الان به بعضی اینو میدن، مثلا پاکستان بمب اتم داره، بله تسلیمش هم هست، ولی ببین الان 220 میلیون نفر 60% زیر خط فقرن. ما الان مطالباتمون با توجه به روندی که شروع شده طی این چند دهه متناسب نیست با انتظارات مردم، ولی سطح زندگی ما از خیلی از کشورهای منطقه بالاتره. دکتر داشتین اشاره می‌کردید به اشکالات فنی برجام، ممنون می‌شم چند موردشو بفرمایید. ببین برجام خیلی اشکالات داشت. یکی این که میگم شما به هیچ عنوان منافع و مسائل امنیت ملی رو رعایت نکردید. دو اینکه برجام گام نخست بود، گام‌های بعدی هم داشت دیگه. شما الان وقتی میای FATF رو هم باز میذارن، یعنی هر کاریش میکنی طرف راضی نیست، میگه آقا من از این 32 بند مثلا 28 بندش هم که دادم رفت، میگه نه اون 4 بندو بده، کنوانسیون مبارزه با تروریسم مثلا بده. یعنی چون پروژه است،
شروعش با برجامه. حتی من عرضم این بود ما اصلا کل هسته‌ای رو میدیم، کل تحریما و همه مسائل هر چه بره پی کارش، اصلا ما دیگه کاری با هسته‌ای نداریم. ولی میگه نه، تو اصلا تو وجودت الهام بخشه. مگه خانم بنده شرمن نگفت؟ گفت ایرانی خوب اونه که زنده نباشه. ببین اگه دیپلماسی ما هوشمند باشه، بره تو پوست طرف مقابل و ببینه داره او در موردش چه فکری میکنه، اینقدر ساده نمیاد و بگه امضای کری برای من سنده. ببین ما اتفاقات اینجوری شکل دادیم دیگه. من بحثم این بود، گفتم والا من اگه موتورگازی هم داشتم دست شما چند تا نمیدادم برید اینجا معامله کنه، چون موتورگازی هم دادی رفته بود پولش. اشخاصی رو بفرمایید. همین تیمی که داشتم مذاکره ظریف که هیچی، اون چند تام که بردستشون بودن. بعد بریم ساخت داخلیشون رو ببینین اینا کیان. ولی وقت جالبش اینه انقدر تیز هستن که برادرزاده‌شون رو ببرن تو بانک مرکزی بذارن یه دفعه 18 میلیارد دلار به باد فنا بره، 70 تن طلا از بین بره، اونو بلدن اون کار انجام بدن، به منافع خودشون میرسه. اما وقتی به منافع این ملت بیچاره میرسه میگن آقا چه میکنیم؟ رفتیم که جنگ نشه. ببین اصلا شما رو با چه چیزی در واقع آرام کردن؟ میگفت دادیم برو خدا رو شکر کن که دوزه اینا رو ما دادیم ولی جنگ میشد. یعنی شما رو میترسونن. کار کردن با ارمنستان دارن میکنن. یعنی همینجور مثل یخی که داره اینا ذوب میشن به مرگ گرفتن تا به تب راضیشن، اما عملا میبینی که هیچی دیگه تاش نمون دیگه. و تو جامعه جهانی که داروینیسم اجتماعی اونجا ضعیف قوی رو میخوره، اصلا چیزی وجود نداره، هنجارها نسبیه. ببین الان وقتی مشت رو پوتین میزنه تو سر اینا دیروز دیدم که صدر اعظم آلمان اعلام چیز کرد که ما حاضریم مذاکره کنیم. کوتاه بیای و اینا خیلی فیلمن، این هالیوود دارن، آدم شبکه نفوذ دارن. یک سوال، برخی از دوستان شما در جریان انقلابی معتقدن که آقای ظریف خیانت کرد. به نظر شما هم ظریف خیانت کرده؟ ببینید من تو پرونده اینا رو همه رو خوب میشناسم، اما مثلا این سبک برخورد رو مناسب نمیدونم. من میگم چرا اجازه میدید روندها وقتی طرف یه خطای اول انجام میده ادامه پیدا بکنه؟ چون شما 598 هم داشتی دیگه. بله. هیچ کی نیومد 598 رو نقد کنه. اینا تو کمیسیونش بودن. آقای سیروس ناصری که F14 این جریان نیویورکیاست که الان بیرون دیگه، داخل نمیتونه بیاد که. ببینید شما یه همچین F14 رو میذاری که این شبکه رو در ژنو و نیویورک کنترل میکنه. اینا رو که دیگه خیلی ساده است. میگم چرا اینا رو ندیدید شما؟ چرا وقتی مثلا یه فردی مثل من و اون بچه‌ای که با ما بودن اومدیم نقد کردیم، ما که نمیگفتیم نعوذ بالله شما خائنید فلان، که حتی پالسی یعنی اگر آقای ظریف و اطرافیان خائن نیستن. من نمیگم خائن نیستن، خیانت که شده، اما آیا اینها رفتن مثلا فرض بفرمایید با سرویس ها بستن نبستن؟ من که متر نداشتم که، اما نتیجه کار خیانته. اصلا این نوع تفکر و این نوع نگاه به امنیت ملی و به انقلاب ختم خیانت میشه، دانسته و یا ندانسته. میگه دوره انقلاب گذشته. آقای دکتر مگه توافق با نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی نبوده؟ حالا باز اینا با تفکیک کنیم. ببین من میخوام بگم این که شما به این صورت بگی هی میگن آقا رهبری، من خیلی خوشحالم دیگه، من عراضی که کردم رهبری مثل همون تیم مذاکره کننده ما دوره آقای جلیلی بود دیگه. بله. ما یه موقع داریم مذاکره میکنیم، اما به هر تقدیری و متاسفانه به دلیل عدم ترانسپرنسی و به دلیل اینکه آقایون خودشونو بدیل نظام دیدن و همواره سطح تحلیل و مطالبه گری مردم رو پایین نگه داشتن، ما کنش واکنش جامعه رو باید در نظر بگیریم دیگه. حضرت آقا چی گفتن؟ فرمودن گفتن آقا این خسارت محض است، ولی اینو دیگه بیان نمیکنه برای اینکه جامعه دو قطبی نشه، که دو قطبیش هم کرده بودن دیگه، که یه بشم درود، یکی هم میگه لعنت مرگ. برای اینکه جامعه دو قطبی نشه که به ضرر امنیت ملی است، میگذارن فقط در حوزه مذاکرات هسته‌ای انجام بشه، یعنی صرفا موضوع هسته‌ای، نه دیگه، حد نه موشکی نه منطقه‌ای. ببین بحث 4 فاز داشت دیگه، یعنی شما هم هسته‌ای داشتی، هم منطقه‌ای داشتی که میگفتن شبکه نفوذ، هم موشکی داشتی که بعضی وقتا این میره بالا اون میومد پایین جابجا میشد، هم مسئله حقوق بشری و هنجاری. شما الان سند 20 مربوط به اون پروژه است. ببین غرب خیلی شیطان داره هماهنگ کار میکنه.
شبکه نفوذ داخلیش هم که قشنگ سامان داده و چیزی. امام جامعه امروز دیگه نمیخواد 0-1 بازی کنه که میاد دفع افسد به فاسد میکنه. من سوالم اینه چرا باید امامت جامعه رو به جایی برسونی که به جای انتخاب بین خوب و بد، بین بد و یا بدتر داره تصمیم میگیره؟ چرا فشار می آوردن که آقا اگه نکنیم رفته. بعد جالبش اینه توی شورای امنیت هم عناصر خودشون رو سعی میکردن جابجا بکنن. ما تنها مقطعی که اومدیم و جلیلی بود و چند نفر ما رفتیم اونجا و با آقای احمدی‌نژاد داشتیم کار میکردیم، این مسئله سامان داده بودیم. ولی همه اینا قبلش از شورای امنیت اومد بیرون، بعدش هم از شورای امنیت اومد بیرون. شما اینا رو ببینید دیگه. دبیر شورای امنیت که جلیلی باشه الان کجاست، تو چه وضعیه؟ دبیر شورای امنیتی که بعد اومد الان کجا، تو چه وضعیه، موقعیتیه؟ ببین بابا بالاخره شما عقل معاش و ماشین حساب میخواد دیگه، عقلم نمیخواد ماشین حساب بزن. من میخوام بگم اینا ما مترو گمه، ما دوچار اختشاش ایدئولوژیکیم. بعد حالا انور هر وقت میگه هر دم از این باغ بری میرسه، اون نگاه میکنه فساد میزنه بالا، اون نگاه میکنه حجاب میشه یه موزه، اون نگاه میکنه نمیدونم مسئله اتومبیل و ماشین میاد بالا. چون نمیشه با این اختشاش شما مهندسی اجتماعی تو درست انجام بدی. ببین مهندسی اجتماعی فرق میکنه با این استارتاپ هایی که الان درست کردیم. استارتاپ ها فقط مستظهر و متکی به سخت افزار هستن و علوم تنجبل و متریک. اما شما در علوم اجتماعی وقتی که میای ملغمه است از علم، حکمت، تاریخ، زیبایی شناختی، مسائل نمیدونم فرهنگی، مسائل ژنتیک و هویت. اینها رو باید شما باید متعین کنی. تعین بخشی به اینه که الان ما رو دچار پیچیدگی کرده. و الان شما نگاه میکنید در حوزه مهندسی در بالاترین سطح داریم همینجور رشد میکنیم میره بالا. اینا رو اگه نتونی با مهندسی اجتماعی در یک پارادایم اجتماعی و معرفتی جمعشون بکنیم، خب این استارتاپ بعد از یه مدت سر از عمان در میاره که دارن میارن. آقای دکتر فرمودن که اطرافیان آقای ظریف خائن هستن، میتونی اسم ببرین؟ من نگفتم خائنن، که گفتم عملشون به خیانت مربوط شد، ختم شد که ضربه خورد به امنیت ملی. من عرض کردم که گفتم ساده نمیشه به کسی شما انگ خیانت بزنی، اما یا فرجام کار نقض و عبور از منافع و مصالح ملی است دیگه. این فرقی با اون نداره. اما سوال من اینه شما اگر میخواستید که به این فرجام نرسید، میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما نمیتونید حداقل بشنوی؟ شما که خیلی پلورال بودید و اهل تساهل و تسامح و نمیدونم لاکچری زندگی میکردید، حالا میگفتی آقا این آقایونم دارن چی میگن، چرا حذفمون میکنید؟ چرا نمیذارید صدامون شنیده بشه؟ چرا خونه نشینمون میکنید؟ ببینید من میخوام بگم بس شما یا فی قلوبهم مرضون که میشه خیانت، یا واقعا جاهلید. و الا شما حتی برای بقای اندیشه خودتون هم اگر واقعا ملی فکر میکردید، میبایستی از همه صداها میشنیدید و بهترینش انتخاب میکردید، جلسه میذاشتید. اما هرگز اینجور نبود. یه خط انگار از پیش تعیین شده بهشون داده شده، باید نعل به نعل میرفتن و موانعی که میتوانست اینا رو زیر سوال ببره بعد حذف میکردن. این کل مسیری است که من به شما از اینا دارم میگم. یعنی تحمل نشدن، حاضر نشدن بشنون. و وقتی این اتفاق میفته بنده وقت میرم تو این فرضیه‌ای که دارم، این که شبکه نفوذ و جریان فراماسونری تو این کشور چون قویه، بس بنابراین یک امر بیرونی داره به شما میگه چیکار کن. چون ببین در جهانبینی ما میگه برگ درخت بی اذن خدا نمیافتد. وقتی اینو داره میگه قانون علیت رو میگه، علت تامه که حضرت حقه. اما سایرش که میای بیرون، شما اگر قرار باشه که علمی کار بکنی باید تمامی علتها رو در شکل گیری به افتادن این برگ در نظر بگیری. بعد چطور میشه راجع به بقیه مسائل ما فقط میخوایم تک متغیر رو ببینیم؟ یعنی همینجوری رندوم اتفاق افتاد و زدن تو کوزه در اومد و آقا شد برجام؟ نه عزیز من،
کلی سناریو و صحنه رو آماده کردن، عوامل اخلالگر رو کنار گذاشتن، اینجور شده اونجور شده، جاده رو درست کردن، بسترسازی کردن، میرسن به حضرت آقا همه چی داره از بین میره، جامعه الان اینجوریه، ما اگه اینو ندیم، اگه نمیدونم سوخته ندیم، اگه طلا آزاد نشه، دلار ارزاد نشه، اینجور نشه اونجور نشه، نابودیم. خب میگه آقا حضرت آقا میگه من اقتصاددان نیستم، جمع اقتصاددانا دارن میگن آقا تولید راهکار خروج ما از این بنبسته. منی که رشتم اقتصاده میگم حضرت آقا مخلصتم هستم، درستم میگی، اما یه اما داره. قبل از جهش تولید شما نیاز به جهش توزیع داری. چرا؟ حالا من این وقت بعداً برای شما بحث میکنم. چون حضرت آقا وقتی اینو میشنوه استقبال میکنه. بس بنابراین حضرت آقا یک مؤلفه درونزا و ملی و برای من تعریف میشه. اما اگه من اینم گفتم نخیر، همین که گفتیم چیزی دیگه وجود نداره، آدم یه دچار تشکیک میشه دیگه. میخوام بگم فرق موضع گیری حضرت آقا رو با موضع گیری آقایون وقتی میبینی ایشون استقبال میکنه، میشنوه و میگه همه نظرات کارشناسی بیاد و برآیند اون استفاده میکنه. این آقایون نه، میگه تک صدایی باشه، اونی که با منه، یا با منی یا بر منی، مثل کی؟ مثل رئیس جمهور آمریکا. اینو میگه. آقای دکتر، با توجه به فشار غرب به ایران و بنبست مذاکرات امکانش هست ما از NPT خارج بشیم؟ ببینید NPT خودش ظرفیتی رو داره برای خروج طبق بند 10ش. منتها امروز تمام غرب هم تلاش کردن که این بند 10 رو حذف کنن تحت عنوان مذاکرات بازنگری NPT که چند دورم نشست‌های مختلف در نیویورک انجام شد. اتفاقا این دوستان تلاش داشتن که این رو همکاری کنن ولی به هر تقدیر نشد. و بند 10 هم داره به شما اینو میگه اگر چنانچه عضویت در NPT موجب بشه که شما براتون این عضویت به تهدید امنیت ملی مبدل شود، یعنی شما ضعیف بشی و اتفاقا نه تنها آورده نداشته بلکه برای شما ضعف هم ایجاد میکنه، میتونی با یه اعلام قبلی از NPT خارج شی. خیلی بنده قشنگیه. یعنی من معتقدم حالا که چون میدونی که در سال 1995 همین تیم، حالا میتونم بگم که رئیسشون خیانت کرد، رفتن و در نشست بازنگری NPT بدون اینکه آورده ای بگیرن. شخص خیانت کرد جسارتا؟ رئیسشون دیگه. حالا من F14 رو میگیم، حالا بعدا میگم. برید اینا رفتن و این بدون اینکه ما بتونیم آورده ای بگیریم، چون میگه که توی نشست بازنگری ما 25 سال قبلش عضو شدیم، 25 سال این رو تست کردن، گفتن ما در 1995 این نشست بازنگری رو میذاریم، هر کسی که خواست بمونه، هر کسی هم که نخواست بره بیرون. و اونایی که میموندن که ما موندیم دیگه، این تبدیل شد به یه قاعده آمره. شما وقتی قاعده آمره رو میپذیری، خروج از اون برخورد جمعی رو با شما خواهد داشت. برای همین که وقتی ما میگفتیم که چرا به هند مثلا شما دارید کمک میکنید با اینکه بمب اتم ساخته، میگه خب چون عضو NPT نیست. میگم بس ما که بمب نساختیم و چرا مثلا اینجوری، میگه چون شما عضو NPT هستی. یعنی اون صحبتی که بعضیا بزرگا با بچه‌ها میکنن، این بچه میمونه توی دور، دقیقاً همین شد. یعنی هند زد بیرون از NPT، کره شمالی از NPT اومد بیرون و این موجب شد که این دو کشور دیگه دستشون باز بود، رفتن انفجارم انجام دادن، بمبم ساختن. پاکستان هم که بعداً پدیدار شد آمد و مثلا اون هم در واقع در بازدارندگی با هند اون هم اومد این موضوع رو دستور کار گرفت، چون اونم از NPT خارج شده بود دیگه همزمان، و لذا اینا به اصطلاح موقعیت بهتری پیدا کردن. ما که در NPT موندیم هنوز کنده لنگیم، چون هر کاری میکنه میگه شما، گروسی رو ادبیاتش نگاه کنه دیگه، میگه ایران نتوانسته است آژانس رو متقاعد کند که قرار تصمیم نداشته باشه که از مثلا بره به سمت تولید بمب. من باید اطمینان پیدا کنم. حالا شما برو مترش کن، هر کاری بکنی میگه من داشتم متقاعد میشدم اما نشدم، پس حالا ادامه بده. میگه این کارو باید بکنی، میگه این کارو که کردم، دوربینم نصب کردم، باز میگه
آره میخواستی بکنی، اما یه خبری به من رسید که نشون میده تو انگیزه هایی داری. یعنی میدونی یه فرد رو از رانندگی توی یک جامعه محروم میکنن، میگن تو آدمی هستی که احتمال داره از چراغ قرمز رد شی، حالا برو اینو درستش کن. و چرا موندی مگه برای اون منافعی نداره؟ بله نمیتونی بری بیرون چون MPT رو داری، چون اینا رفتن مذاکرات ایوتیرو رو باز کردن، مذاکرات مختلف رو طی کردن و بعد کاری کردن که تحریم بر ساختار ایران اثر بخش بشه. از اون ور مدل اقتصادی جایگزین که بتواند برای شما در واقع ظرفیتات رو درونزا تعریف بکنه و ایستایی و مقاومت ایجاد بکنه شکل ندادی. افرادی رو گذاشتی که اساساً اعتقادی به انقلاب و به راه شهدا ندارن و اینا رو جز شطحیات میدونن. کسانی که لایف استایل سبک زندگیشون در غربه، چرا هر کدوم فرار میکنن توی غربم؟ چرا پولاشون اونوره؟ شما میای میگی آقا مثلا نقدینگی بده، هم نقدینگی هم میدی، نتیجه چی میشه؟ طرف میاد وام عظیم گرفته، هر کاری دلش خواسته کرده، تبدیل کرده به سهام، سهامو فروخته، از کشور خارج کرده، اسمن به نام اونه، اما رسما وقتی میانی داراییاش هم بفروشی، بدهیشو بخوای نگاه کنی نمیپوشونه. ببین دیگه با بچه که طرف نیستین، ولی اینا خودشون بچه‌ن. شما موافق خروج از MPT هستین؟ من معتقدم که در مقطعی میشه از اهرم خروج از MPT استفاده کرد، چون میگه MPT برای این بود که اجازه ندهد که شما از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بری به سمت تولید بمب. من چون با تولید بمب مخالفم، با هر نوع سلاح کشتار جمعی، بیشتر باز نکنم، سلاح کشتار جمعی هم از میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای و شاید بعدها بمب‌های جدید هم به وجود بیاد که مردم رو بتونه، مردم غیر نظامی رو تهدید بکنه، من مخالفم. ولی با هر نوع سلاحی که بتواند هدف مشخص رو که من میخوام برام بزنه، هر نوع فعالیت رو قبول دارم. اینم بگم. بس بنابراین هیچ عاملی نباید بتونه من رو در اعمال ارادم برای رسیدن به هدف مورد نظرم که قطعاً اون هدف تهدید معتبر علیه من هست، نباید مانع من بشه. من با هر نوع توافقی که اراده من رو محدود بکنه باش مخالفم، چه در حال چه در آینده. اما با هر نوع اقدامی که منتج بشه به کشتار مردم بی‌دفاع باش مخالفم، از هر نوع فعالیت و هر نوع سلاح. مرزبندیش روشن شد دیگه. عملکرد آقای امیر عبداللهی رو در سیاست خارجی چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب ببین، ما اصلا باید سیاست خارجی رو اساساً آنالیز کنیم. ببین سیاست خارجی که ما داریم، به خصوص یه از بعد از جنگ، چون من سال 62 وزارت خارجه ام، الان دیپلماتم، مثلا هستم و نیستم. چرا؟ میگن نه یا ازت بعدمون میاد دیگه. مثلا تو کی میگه؟ سیستمشون، مدیریت کشف و پنهانشون میگن این تیکه بر ناچسبه. یعنی وقتی شما از منافع ملی بگی، خب منافع رو دولت قبلی هم تو این دولت همشون، حتی احمدی نژاد قربانی همین مسئله شد. ببینید دستگاه سیاست خارجی چشم هر نظام اعم از حق و بیاباد. این آقای احمدی نژاد به خاطر این قربانی شد سیاست خارجی؟ نه میخوام بگم دستش نبود. اصلا سیاست خارجی یک جزیره جدا مانده از سرزمین اصلی است. نقشی در تبیین منافع ملی و پیگیری منافع ملی نداره و اساسا پاشیده است سیستم. یعنی شما برای همین نگاه میکنید اون وضع خودروسازیته تا زیر دماغ الان بدهکاره، برام خودروهایی که شما میبینید اصلا ما مزیت نسبی نداریم که. یا مثلا در حوزه های دیگه شما مثلا کشاورزی الان به چه وضعیه دیگه، رشدی نداره که. نفتی میفروشی 25% رشد نشون میده، از 1,800,000 تا شده الان 2.5 میلیون بشکه، میگی 25% رشد. بعد اینو تخص میکنه توی بقیه میشه رشد کشور میاد بالا. ولی ببینید من به عنوان اقتصاد اقتصاددان نمیگم، ولی آدمی که اقتصاد میدونه، اقتصاددان بحثم اینه $1 با $1 برابر نیست. میدونستید؟ یعنی $1 ناشی از فروش نفت با $1 ناشی از فروش جوراب، این دوتا با هم برابر نیست که، چون اون یه زنجیره از تولید و اشتغال رو به وجود میاره و پایایی داره. اون $1 که حدودا مثلا 1 سنتش 10 سنتش
هزینه استخراج 90% پول مفته در آورد دیگه. و پول مفت هم معمولا جور دیگری مفت میره. ولی اون کسی که داره جوراب میبافه از گوسفندش بگیر و پشمش بگیر و رنگش بگیر و نخش بگیر و دستگاهش بگیر و بباف و طرح و برنامه و بعد بده به این و زنجیره تامین و بعد میرسی به مثلا بازرگانی و بعد رسیدن به بازار فروش و موهای طرف سفید شده تا رسیده یه جفت جوراب بفروشه. اون $1 با $1 برابره. $1 حلال با $1 مشکوک یا $1 حرام یکیه؟ نیست دیگه. با $1 ناشی از پول مفت با چیزی که با عرق جبین کد یمین به دست اومده برابره؟ نه. میگم اینا این کسی که مدل بده به یه جامعه، بعد پایایی جامعه به دلارای حلالشه یا دلارای قویشه که برای سنتش زحمت کشیده شده باشن. خام فروشی به همین خاطر میگن پول مفته و میره. خام میفروشی، خام هم میدی میره. اینا رو ما باید جلوشو بگیریم، نگاه داشته باشیم. حالا این نکته که شما گفتین راجع وزارت خارجه، آقای امیر عبداللهیان، ببین آقای امیر عبدالله خب ما با هم رفیق و همکار قدیمیم مثلا، اما هم فرایندی که طرف به وزارت میرسه باید دقت بشه. برای یک سازمان پیچیده‌ای مثل وزارت امور خارجه، ولی همچین سازمانی رو شما نمیتونید راحت ادارهش کنی. این سازمان گفتم جزیره جدا از سرزمین اصلیه. هنوز روح وزیر خارجه قبل یعنی آقای دکتر ولایتی اونجا سیطره داره. از چه نظر؟ از هر نظر. یعنی تیم آقای ولایتی هنوز اونجا هستن؟ اصلا همه تیم آقای ولایتی هستن. کل این مجموعه رو که شما نگاه میکنی اصلا پرورش یافته مکتب مدیریتی ایشونن. چه مکتبی داشتن آقای ولایتی بخواین؟ همین چیزی که توش میاد ظریف هم توش در میاد، سیروس ناصری هم در میاد، یعنی باند نیویورکی شما گفتید همه چی توش در میاد. یعنی میدونی فرمالایز، همه چیز فرمینگه، عمق نداره. برای همین که شما نگاه میکن خودشون در یه مصاحبه ای که در با روزنامه اصلاح طلب بود، مثلا مال خیلی کی بود، در قبل از توافق سعدآباد یا اون موقع انجام شد، داد سریع گفت اینا محصول 16 سال مدیریت منن. همین شخصی گفت آقای ولایتی گفت اگه کسی از اینا بهتر داره بیاره. عین عبارتش توی روزنامه است، مجله است. ایشون اینو سنبر. بعد هیچ وقت هم نمیذاش دو جانبه با چند جانبه باشه. هم چپ بود، هم راست بود، هم نمیدونم مرحوم شیخ الاسلام مثلا خودش یه حساب خط بود، همه رو با هم دیگه توی موازنه مثبت همه رو نگار می‌داشت اونجا. و براش این بود که اینجا یه اندرونی بود که نباید بیرون میره. مثلا میدونید که وزارت خارجه هیچ وقت حق نداشت در حوزه اقتصاد وارد بشه. یکی از جرما بود، چون من بازرس وزارت خارجه اینا به من میدادن این خطو. الان که راحت آقای سفری ورود میکنه. الان فرق کرده، ولی آقای سفری خودش بضاعت اقتصادی نداره. از نظر علم و فهم اقتصادی. و بعدم وقت اقتصاد چجوری تعریف کنید؟ میدونید؟ ببین مثلا شما من اعتقادم اینه وزارت خارجه پیشران باید باشه. هیچ دستگاهی در جمهوری اسلامی ایران حق نداره بیرون از نظارت و اشراف وزارت خارجه بخواد فعالیت داشته باشه. حتی اگه فعالیت اطلاعاتی هم داره حداقل در یه سطحی تو شورای عالی امنیت ملی باید این مسئله پخت و پس شده باشه. نمیشه موازی کاری. نمیشه طرف برای خودش بخواد کاری رو انجام بده. چرا؟ چون مدیریت فرصت دست وزارت خارجه است و وزارت خارجه است که بایستی تهدیدات و فرصت‌ها رو در بیرون تعریف کنه، فرصت‌ها رو در اونجا بنشونه به کمک همین سازمان‌ها. او فقط نظارتی، هدایتی و کنترلیه. قرارش خودش کار انجام بده. اما دیگران نمیتونن موازی برن. مثلا وزارت نفت برای خودش کار میکنه، فقط یه دو خط میزنه که آقا ما رفتیم و اومدیم یا علی. به سفارتخونه من این درگیری تو سفارتخونه هم داشتم. گفتم خدا یکی، سفیر یکی. خدا یکی، وزارت خارجه یکی. نمیتونی، چون چشم نظامه. قبول داریم ما چند تا وزارت خارجه داریم؟ بله. وقتی وزارت خارجه شما بیاد بگه دیپلماسی قربانی میدان شد، منم باشم میرم یه وزارت خارجه دیگه درست میکنم. یعنی به اوج یعنی یه چکیده سوپر معرفت راهبردیه یا تبیین راهبردیه از اندیشه‌ای که بر وزارت خارجه حاکم بوده. بعد شما یه تیکر میدن دست اتاق بازرگانی. اتاق بازرگانی یه شترمرغ دیگه، هم هست هم نیست، هم تو دولت هم دولت نیست، میگه خصوصی
هم اشراف اطلاعاتی داره، اخبار اطلاعات میگیره تو شورای فلان، تو شورای بهمان، هم از اونجایی که لازم باشه مثلا یه مدل دیگه برای خودش عمل میکنه و فرصت‌ها رو برای خودشون جمع میکنه. خب یکی از اعتراضاشون به اون بود دیگه. هم میتونه کارت بازرگانی مثل بانک مرکزی که داره چاپ پول میکنه، اونم کارت بازرگانی صادر بکنه، بنابراین داره پول به دست میاری. میگه بودجه نمیگیرم، اما عملاً از ظرفیت‌های وزارت خارجه داره استفاده میکنه، وزارت نظام داره، ساختار اجرایی کشور داره استفاده میکنه. بعد هم پاسخگو نیست. من با برخی از این آقایون درگیر بودم اونجا. داخل بدنه وزارت امور خارجه؟ نه در داخل همین اتاق بازرگانی. بعد میرفتم مثلا رفتم فلان سفارت، میرم طرف با کراوات اومده شیک وایسه، میخوام بگم چون میگه آقا من آزادم، به شما ربطی ندارم. برخی از بچه‌های وزارت خارجه که بعد بازنشسته میشن اونجا سر در میارن. اصلا میگم یه چون نمیدانیم چی رو میخوایم، میدونیم چی رو نمیخوایم، در حالی که وزارت خارجه عصای موساست، چشم موساست در بیرون، در محیط بین‌المللی امین باشه. بعد وقتی شما، من در افغانستان همین خیانت اتفاق افتاد، کنفرانس بن محصول من تلاش من بود به حول قوه الهی، اما رفت تو بن، شما قرار صلح طراحی کردیم، چرا رفتی تو بن؟ من از همونجا باز اخراج شدم سر این قضیه. قرار نبود بری بده به رامسفلد، قرار نبود بری بده به آمریکایی‌ها. حاج قاسم با هم رفیق بودیم، همکار تو این عرصه، خود ایشون ناله میکرد قرار نبود اون چیزی که گفته بودی، کار دیگه ای کردین تو افغانستان. دنبال فشار از بیرون، تغییر در بالا بودن. اینو اسمش هم میذارم خیانت. خیانت داره ذهنم یواش آپ تو دیت میشه. یه خیانت مسجل بود. من داد زدم اونجا. من مرحوم ربانی داد میزد. من با احمد شاه مسعود رفتم صحبت کردم. جنرال فهیم اونجا بود. دوتا این الان نیستن. اما عبدالله بودش پیشنویس صحبت‌های منو مینوشت. بعد وقتی که اومده احمد شاه مسعود زنگ زد به داخل وزارت خارجه با مسئول مربوطه‌اش که اسم نمیبرم، گفت آقا یه چیزایی آقای زورون میگه که خب اصلا با اون چیزایی که شما به ما گفتین خیلی فرق میکنه اینا. گفت هر شرور خودش میگه، گوش نکن. گفتم ببین اصلا کی گفت؟ مسئول افغانستان وقت، حالا دیگه که با همین آقای ظریف توی بن بودن. گفتم آقا وقتی شما این حرفا رو میتونین بزنی، پس شما براندازی میکنین دیگه. و به همین خاطر شد که حاج قاسم دیگه بعد از اون ضربه‌ای که زده شد تو افغانستان، که افغانستان دست آمریکایی افتاد که قرار نبود بیفته. شما رایان کراکر معاون وزیر خارجه وقت آمریکاست، در همون مقطع 7 دور مذاکرات ژنو شده. البرزی رفته که یه همین باند نیویورکرز که الان تو ایران هم نیست، کجاست بریم ببینیم کجاست. اینا همشون رفته دارن اونجا. رایان کراکر داره در صحبتش میگه که تعجب کردم که تیم مذاکره کننده که قرار دارن مثلا دو طرف روم و قبرس و تیمای صلح و افغانی رو به هم بدوزن، مستقیم رفتن با آمریکایی مذاکره میکردن. از اینا نبودن. داماد حکمتیار که با من کار میکرد جریر زنگ زد، گفت آقای زورمن ما اینجا علافیم، ما این وجود نداره که. گفتم چی شده؟ گفت اینا دارن خودشون مذاکره میکنن. بعدها رایان کراکر گفت آقایون با ما مذاکره میکردن، بعد میگفتن که هر چه زودتر شما باید بیاد داخل افغانستان. بعد او به طعنه میگفت عجیب اینا مشتاق بودن تا شیطان بزرگ در کنار مرزهای ایران مستقر بشه. گفتم هاشا و کلا، هاشا و کلا، چی میشه گفت؟ بعد میرن میگن آقا انقلاب کارآمدی نداره، فلان فلان شده، شما نظام رو از کار انداختید، شما مردم رو بیدین کردین، بی اعتقاد میکنید، چون خروجی نمیبینید، چون سفره مطرح نبوده برای شما. میگه آقا من میخوام میگه میدان قربانی کرد. حاج قاسم شما رو قربانی کرد؟ مدافعین حرم شما رو قربانی کردن؟ یا شما باید اینجا پوشش میدادین؟ اصلا میدان نمیبینن. برای همین شما میبینید الان بازار عراق دست ما نیست، سیاست عراق دست ما، این سیاست قدس باید بره انجام بده، اون کارش ماموریش مشخصه. خب تو این دولت هم ضعف داریم. خب ببینید وقتی که شما یه آدم یه ساختار چپرچلاق درست میکنی، دیسکی کمر داره، زانو درد داره، گردن گرفته، سر تاس شده، کچل شده، چش کوره، دادی دست رئیسی، همین بنیام چیکارش بکنه بنده خدا؟ خود ایران هم که بدبختی اینه که ایشون تجربه دولت داری نداره. دکتر، یکی از مشکلات ما اینه دیگه، هر رئیس جمهوری که میاد دولت قبلی رو میکوبه، بالاخره دولت باید درست کنه. بکوبه. من میگم آسیب شناسی کنه. همین دولت، من الان خونه نشینم، حتی مفت حاضر نیستن نظرات منو بشنون. بابا پول که ازت نخواستم که لا اسالکم علیه من اجر،
از شما اجری نخواستم که، اجرم از خدا میخوام، اونم به من خواهد داد. اصلا برام ارزش نداره بخوام تو این سیستم شما باشم. حاضر نشدم با من یه چایی بخورن تو همین 2 سال و اندی. باور میکنی؟ حاضر نشدم بیام بگن آقای زورمند دردت چیه، چی میگی آخه تو؟ بعد من برم فضای مجازی صحبت کنم. فضای مجازی هم در دفاع از نظام و انقلاب و حتی همین ساختار دارم صحبت میکنم. میخوام آسیب شناسی بشه. من تفکیک قائلم بین نظام سیاسی و ساختار. ساختار میتواند 6 ماه مثل دولت ایتالیا نباشه. همه جا دارم میگم. اصلا کلاپس کنه، همشون برن پی کارشون. ما امام داریم، ما ملت داریم. این آقای ریگان همش میگفت چه کی میشه خمینی بمیره؟ نیست. خمینی هر روز مریضه، نیست، داره میمیره، داره فلان میشه. شما یادتونید، شما جوونید، اون موقع شاید متولد نشدید یا چه. بعد یه بار دیدیم حضرت امام اومد رو اکران، سر حالم بود، این جمله رو گفت آقای ریگان برو دعا کن خدا بمیره، خمینی کیه؟ ببین این ملت مستظهر به عنایت از اقتالان. اوکراین همینجوری نمیشه، طوفان الاقصی همینجوری نمیشه، با خون شهدا اینجا همیشه موج میزنه. اصلا تتنزل علیهم الملائکه، ببین ملائکه اینجا دارن میرن. ما دوپینگ داریم، اونا نمیفهمن. آقای بایدن نمیفهمه کوکائینیه، ترامپ عرقخور رو نمیدونم قمارباز نمیفهمه. ما اینجا داریم الله اکبر میگیم. بابا ما مستظهر به عنایت باری تعالی هستیم. کرونا رو خدا فرستاد، ترامپ رو خدا فرستاد. الان هم اینا جاهل شدن، دارن اتفاقاتی رو شکل میدن که الحمدلله شما خواهید ما نه تنها قدرت ابرقدرت منطقه که ابرقدرت جهانی. ولی من میخوام بگم شبکه نفوذ داره میزنه از داخل، یا جاهلانه یا آمدانه. بعد هنوز داریم میگیم تحریم، هنوز میگیم مذاکره. بابا ما قدرت که الان پوتین که نمیره با آمریکایی‌ها سر اوکراین معامله کنه که، بله، سر موقعیت تثبیت شدهش که نمیره معامله کنه که. شما موافق بودین که تو جنگ روسیه و اوکراین ما از روسیه حمایت کنیم؟ اصلا ببینید ما روسیه و چین سه تهدید معتبر غربیم. بله. اون چه که ما رو به هم میدوزه تهدیداته و تهدیدات برونزاست، درونزا نیستش که. بله من از جنبه پارادایمی و زیستاری هم با روسیه و به ویژه با چین ما تعارض داریم، اما فعلا تهدید مشترک داریم. ضمن اینکه روسیه برای ما فرصته. من چون روسیه رو منطقهش رو دیدم، روس‌ها به ما خیلی ظرفیت مناسب برای حضور ما دارن. یه جامعه فرهنگیه. یعنی فکر کنه اگه یک زمانی ایران وارد جنگ بشه روسیه از ایران حمایت میکنه؟ ببینید 0 و 1 اینجور گفتن حرف درستی نیست، چون او از زاویه منافع ملیش داره ما رو میبینه. این دیپلماسی که من الان میگم ضعف داره همین دیگه. شما باید از زاویه اون ما خودمون رو ببینی، همزمان از زاویه خودمون منافع اونم ببینی، شرایط اون رو ببینی، بعد اینجا بتونی به نقطه همکاری برسی. این نقطه همکاری و این یه هوش ویژه میخواد، یه تجربه مناسب میخواد و دیالوگ خوب. الان چرا پوتین به شخص حضرت آقا عنایت ویژه داره؟ چون متقاعد شده، تینک تانکش هم بهش دارن میگن به این دلایل ما میتونیم با ایران اتکا کنیم. الان با بخشی از بدنه امنیتی ما قشنگ داره کار میکنه، ولی اونا مثل خود ما، اونا به سفارتخونه توی یک کشور کارش جمع‌آوری اطلاعات دیگه، تحلیل میکنه. من که فقط نمیرم اونجا بگم مخلصیم چاکریم، مثلا جعبه گاز بدم بیارن، پوشش دارم من باید تحلیل سیاسی بکنم، امنیتی بکنم، ساختارهای داخلیشون رو پیدا کنم، عناصری که با من همسو میتونن باشن آنالیز کنم، ببینم سهم قدرتشون چقدره، روندها اینها رو در آینده در چه جایگاهی میشونه روی اسب برنده قرعه ببندم، حساب کنم و کارتمو بذارم. ما عکس عمل میکنیم. یعنی ما الان پوتین میدونه ضمن که ایران و کلا ژئوپلیتیک غرب آسیا عقبه پشت جبهه اوکراین و تایوانه. ببین تایوان دوره. من دارم به شما میگم چینیه اگر بخواد ضربه بخوره تو افغانستان، آسیای میانه و ایران ضربه میخوره. بس بنابراین چینیه هم میفهمه از حب علی نمیاد من دفاع کنه، از بغض
در واقع آمریکاست که داره میاد با من کار میکنه. من بایستی اینجا سعی کنم که بستر همکاری های امنیتی با خودم و روسیه و چین رو تقویت بکنم، یه اتحاد سه ستونه درست کنم. وقتی این کارو کردم هزینه های تامین امنیتی من میاد پایین. چرا مثلا همه تانکا مال من باشه، 10 تا تانک من میارم، 20 تا تانک اینا میارن، 50 تا تانک هم اونا میارن، سربازم همینجور، تکنولوژی میارن. الان ببین سوخو 35 به ما داده و اگه درست کار کنم من سوخو 75 هم میگیرم. شما بله میتونی چه گرفت. ببین قاسم سلیمانی یه دیپلمات بود دیگه، یعنی دیپلمات شد. نمیتونی شما دیپلماسی رو، مدیریت فرصت و مدیریت تهدید از هم تفکیک کنی. کسی که این کارو میکنه یا جاهله یا خائنه. دو روی سکن. به همین خاطر ایشون دو دور میره مسکو صحبت میکنه، روسا رو میاره توی سوریه. من سال‌هاست دارم میگم. خودتون اون جاهل یا خائن هستن؟ کی؟ این سیستمی که دارن پیش میبرن دوستان. من یه صفری نمی‌کنم، میگم الان یک فشلی رسیده، خیلیاشون اصلا آدم داریم که نماز نمیخونه، آدم داریم که اصلا اعتقاد نداره تو وزارت امور خارجه. بله همه جا همین قرقاتیه. ببین وقتی شما سازمان در واقع اون شاکله اصلیشو از دست بده میشه همین دیگه. بله ما باید الان تو سوریه وزارت خارجه ما فعال باشه، تو عراق ما فعال باشه. من معتقد نیستم که شما سیاست خارجی رو تجزیه کنی، اما من میخوام بگم همراستایی و چسبندگی کامل بین مدیریت تهدید، مدیریت فرصت. مدیریت فرصت باید دست وزارت خارجه باشه، فرصت‌های ما باید تهدیدات رو تعیین کنه. وقتی شما فرصت نداشتید تهدیدات برونزاد میشه. یعنی ما داعش درست نکردیم که، ما حمله نکردیم به کنسولگری که، ما نرفتیم اینجا چیزی درست کنیم که حالا بخوام برن اونو بزنن. اون داره فقط مدیر تهدید منو میزنه. ببین اتشه ماست شهید رضی، ببینید ایشون یه اتشه خیلی روشنه طبق کنوانسیون ژنو، ایشون سکناش مشخصه، محل کارش مشخصه، مأموریتش هم مشخصه. بله ما باید با اسرائیل محاصره مقابله کنیم. تهدیده. شما نمیدونید آقا چرا رفتید با این تهدید چیز میکنید؟ به ترور سرداران نظامی جمهوری اسلامی اشاره کردید. بلومبرگ اشاره کرد که در ترور سردار زاهدی سیستم اطلاعاتی سوریه نقش داشته. ببین اون داره خط میده. من این وقتی دارم کار میکنم ببین اونقدر تیزن، شکاف بین ایران و سوریه هم سعی میکنن دامن بزنن. ببین اینا یک کار عملیاتیه. من این جنبارم آشنام دیگه. یعنی شما توپو بنوز تو طرف مقابل، بگو اگه همکاری اون نبود ما نمیتونیم بزنیم. نه، سردارای ما رو در سوریه نتانیاهو نزد، آمریکا زد. آمریکا زد؟ بله. درسته که او آورده زده. F-35 رو تو بهش دادی، تو بمبار بهش داری میدی، تو داری از ماهواره بهش همکاری اطلاعاتی. ببین دوسیه اطلاعاتی بین مثلا روسیه، بین فرض بکن نتانیاهو اسرائیل. مگه اسد همراه ایران نیست؟ بله هست. پس چرا این شکاف وجود داره؟ شکاف داره چون مدیریت فرصت ما نیست. قرار نیست که مدیریت تهدید من بره سوریه رو آباد کنه. قرار نیست که، و خیلی از مردم این سوال وجود داره که با توجه به پدافند روسی که در سوریه وجود داره چرا این موشک‌ها شلیک میشه؟ اون منطقه خاص رو داره میگیره. من باید اینجا بتونم در همکاری‌های فرصتی و تهدیدی این ارتباط رو بین روسیه، خودمون، سوریه و چین تقویت بکنم. زمین که فراموش نکنیم این مدیریت سختیه، چون شما اگه غفلت بکنی یه مقدار فضای بیش از اون حد رو برای طرف مثلا روسی یا چینی درست کنی، یه جایی میشه که منافع ملی فرضی او بر منافع حال و آینده شما چیرگی پیدا میکنه، از رو شما رد میشه. گفتم که داروینیسم اجتماعیه و چینی‌ها به مراتب خطرناکتر از روس‌ها هستن. یه نظر چرا؟ چون چینی‌ها نسبت به ژئوپلیتیک منطقه معرفت ندارن، شناخت ندارن. آیا به این اعتقاد رسیدین که اسد میخواد با غرب همراه بشه؟ وقتی که ببین من میگه دیگی که برای من نجوشه، من مجبورم کار دیگه بکنم دیگه. یعنی موافق است؟ نه موافقم. میخوام اینو بهت بگم، اسد میدونه که غرب اساساً با اسد نمیتونه به فرجام برسه. برای همین که مادر اسد کماکان مثل یک مشاور و رایزن از سمت پدرش حافظ داره به اسد هی توصیه میکنه که ایران از دست نده. اما اونور اماراتی برام میشه میاد. به اماراتی که عملاً صهیونیسته، اماراتی که الان تو همین شرایط 7 ماه اخیر که در غزه جنگ بوده لوجستیک انجام داده، عربستان هم انجام داده. اما 0-1 نباید دید. همین امارات رو میشه گوشه کشید و تبیینش کرد که حداقل فتیلت رو بیار پایین. یا فرض کن عربستان همینجور. عربستان الان نسبت به حتی 1 سال پیش 2 سال پیش تغییر کرده. از بعد از
درسته که تو به توصیه آمریکا اومد روابطش رو با چین پیریزی کرد. از چه لحاظ تغییر کرده؟ تغییر میکنه چون بالاخره اونم که هیچ کسی از نوکر رفتارش با ایران تغییر کرده، رفتارش کلا با محیط پیرامونی داره تغییر میکنه، حتی داره جبر ژئوپلیتیک داره تلخی‌های خودش رو بهش تحمیل میکنه. اون میخواد بقا داشته باشه. ببین هر دولتی بقای خودش از هر چیز مهمتره. میگن میمون یکی از موجوداتی که بیشترین علاقه رو به فرزندش داره. تست کردن دیدن اگر یه حمومی گرم کرده بودن وقتی که داغش به حدی میرسه که دیگه نمیتونه میمون تحمل بکنه، اون بچهش که خیلی عزیزش بود گذاشت زیرش نشست روش. یعنی میخوام بگم تا این حد یه شما نمیتونی 0 و 1 ببینید مثلا بگی اسد تا الی یوم القیامه رفیق ایران. خود عراق شما الان نگاه میکنید از سودانی بلند میشه تو این مقطعی که حساس ترین بره هست، بلند میشه میره کجا؟ بلند میشه میره آمریکا که بتونن پروژه مشترک تعریف کنن. اما در نگاه امریکا اصلا عراق جایگاهی خاصی نداره، اون جایگاهش مصرفیه. منطق دیپلماسی ما باید انقدر قوی باشه که بدنه اونها رو در واقع بتونه، بدنه حکمرانیش رو متقاعد کنه. ضمن که عراق هم تو برزخه مثل سوریه، عاقبت این نردبان افتادنی است. ببین ترکیه که هنوز مثل یک استخوان لای زخم تو حلب داخل سوریه هستش، ولی شما نگاه میکنید که سومی یا دومین شریک تجاری غیر رسمیه، چون خیلی چیزاش کالاش تحریم شده، ممنوع است، اما داره میاد. من میخوام بگم اتاق بازرگانی تو اگر اهل خلاصه منافع فردی نباشی و منافع خودت رو ذیل منافع ملی تعریف کنی و منافع ملی رو در چارچوب تفکر مقاومت و اسلام تعریف بکنی، خب این اتفاق نمیافته. ما مشکلمون همون اختشاشه است. الان ایندیویدوالیسم، فردگرایی محض در عرصه اقتصاد و سیاست ما جاریه. هر کسی از ظن خود شد یار من. همه دارن میرن اما نمیدونم بابا ما یه ظرف بزرگتری داریم به نام ایران، یه ظرف عظیمتری داریم به نام اسلام. برای همینه که من عرض میکنم میگم امروز ما باید تبیین درست میکردیم. هم تاریخ 7000 سالمونه، هم دستاوردهای قرآنی ما هستش، کتاب استراتژیکه و این همجوشی رو اگر نتونیم شکل بدیم نمیتونیم اون پرش لازم رو داشته باشیم. بعد الان گرفتار کنجاله ایم، گوشتیم، بعد مردم رسیده به جایی که گوشت 400 شده 1 میلیون. آخه اصلا زشته. اصلا مسئله غذا در غرب حل شده. با 50 یورو شما میتونی غذای خوبتو تو یه هفته بری از سوپر بخری با همین گرونی که میگی. دولت اصلا شیوه حکمرانیش غلطه، نوع نگاهش به مردم غلطه، نوع نگاهش به آینده آرمان‌های قرآنی اشتباهه. ما دین دعوتیم. شما اگه نتونی اقتصادت رو متعین کنی، اگه کارآمدیت رو در اقتصاد نتونی متعین کنی، حرفات رو به حواس باده. بعد این وضع هنوز ما وابسته به دلاریم، این دلار محوریم. بانک مرکزی تو درست کن، نگاهشو درست کن. مردم کم نذاشتن دیگه، بالاتر از شهید عزیزشو داده رفته دیگه چی باید بده؟ اما طوری شده که الان طرف میاد میگه من چی جواب بدم به نوام که پدرش شهید شده؟ چی بگم راجع به این وضعیت؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ یا ناکارآمدیم بگین آقا اسلام کارآمد نیست، مردش باید بیاد دلیل بیار که من وقت بزنم تو دهنت، یا اینکه نه اثبات بکن کارآمدی رو. کارآمدی با ادعا نیست. بهشت را به بها بدهند. شهید بهشتی میگفت به بهانه و ادعا و وعده نسیه ندهند. و این حضرت حق شما آیا نقص میبینید در خلقتش؟ چقدر دیگه دوپینگ بشه، چقدر دیگه امکانات فراهم بشه؟ ولی اصلا اینجوری نیستش. بعد نگاه میکنی در این قوه فساد میزنه بالا، تو اون قوه فساد میزنه بالا. بعد هم میخوام ماله بکشن. آقا دبش کی گفت دبش؟ کی بود من نبودم. چی بود؟ اون که امام جمعه است. آقا بابا جمع کنید این حرفا رو. اینا درسته که شاید خودش یک پدیداره، اما حکایت از روندها داره. عرض کردم برگ درخت بی اذن خدا نمیفته. عنوان میشه که برای هر شنی که داره حرکت میکنه یه فرشته کنارشه. شن الکی حرکت نمیکنه. اصلا جهان این نظم آهنینش فکر کردی همینجوری بوده، مثل ما رندوم کار کرده بریم ببینیم چی میشه. تو چرا که من مؤمن به این دینم داری اینقدر غیر علمی کار میکنی، اینقدر غیر منطقی کار میکنی؟ آمارات چرا اینجوریه؟
اصلا شیوه ما یا سیره علوی هستیم یا سیره معاویه هستیم. اینو باید یه بار برم یا علی واقعا قبول داریم چرا باید مظلوم باشه توی انقلاب اسلامی؟ بیار طرفو تو شهر بچرخونش. پولا رو گرفتن رفتن میگه نه آقا همون کسی که پول گرفته از حلقومش بگی. قانون اساسی داریم. قانون از کجا آورده اید؟ کدومتون تا حالا اجرا کردین؟ آقای زهروند تو که کارمندی 20 سال پیش هم میدونستیم کجا بودی، مستاجرم که بودی، شب و روز هم که همش داری ادعا میکنی، بگو ببینم این از کجا آوردی ماشینای میلیاردی؟ چرا اجرا نمیشه؟ چرا عزمی نیست برای اجرای؟ اختشاش دیگه. مؤمن نداریم. به شهید قاسم سلیمانی چی میگفت صالح بگذارید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة عین وجعلنا من المتقین اماما. ما ساختارمون امامته. میگه من از بین متقین که اونا خودشون یه جور امامن، من رو امام بر اینها قرار بده، من از میون اینها انتخاب کن. بعد شما میره آدمی رو میاری که اصلا میبخشی پروندهش هم نشون میده، همیشه نشون میده که آدم بی ربطیه. چرا آدمای بی ربط میذاری؟ یعنی تو 80 میلیون نفر با این همه جمعیت نداری بچهای میزونی رو که ببری بذاری؟ یکی از شورای آقای رئیسی اجرای تعارض منافع بود، یعنی کسایی که منافع میبرن اون تعارض رو از بین ببرن. ببین چرا اجرا نشده؟ ببین ایشون تئوری نداره. من صاف بگم دیگه، من براشون ایشون رأی دادم و ارادتم دارم، براشم رفتم تبلیغ کردم. من 2 دفعه تلویزیونی تبلیغ براش. چرا می‌خواستم چون با اون جریان اساسا نسبت اینم چون سکولاره. ولی شما یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، نشون بده که واقعا ولی اصلا خبری نیست. بعد شما نمیتونی رو حوزی بازی کنی، باری به هر جهت بشه. کالای اساسی ماشین، تحصیل، بهداشت، اتومبیل، زمینه، خونه است، نه کنجاله و نمیدونم فلان. آقا شما به من خونه‌مو تامین کن، ماشینمو تامین کن، خودم اونم بالاخره یه جور میکنم. بعد یه در گذاشتین دارن همین جور میبرن. ایران کشور ثروتمندیه. ما جزو 5 کشور ثروتمند جهانیم. دیگه خودشون خود آیشون داشت آمار میداد 1% جمعیت 1% خاک، اما مثلا 7% نه 10% مال ماست، حتی بیشتر هم داریم. ضعف آقای امیر عبداللهی رو در چه چیزی می‌دونیم؟ باز رفت سراغ این بابا، ما با این سلام علیک داشتیم. حتی چیزی که برام جالبه چرا انگلیسی صحبت می‌کنه آقای امیر عبداللهی؟ خب این بعد توجیه میشد. بچه خوبیه، دستپاکه، اما میخوام بگم که کسانی که دورش ورش هستن کوتوله. ایشون میگه چون تجربه کار مدیریتی تو وزارت خارجه نداشت، چون من سال‌هاست میشناسمش دیگه. اینجا باید شما هم اداری هم یعنی ایده داشته باشی، بدونیم بابا این مدل کجا میخوام ببرم. ببینیم من همیشه دارم میگم کسی که امامت یک کاری رو به عهده میگیره مثل قافله سالاری است که میداند این شتر کجا باید زانو بزنه. چون من رفتم، کسانی که دارن با من تو این قافله میان به من امید بستن، اما این که من بگم حالا بعد نیست بچه‌ها چجوری از این ور بریم، این یعنی همشون با هم گیج میزنن. من باید بگم کسی رو میذاشتی که بداند که وزارت خارجه شایسته و بایسته و کارآمد برای این اندیشه و این تفکر دارای چه ویژگی‌های پرسنلی، اداری، رویکردی و خواهد بود و چه نوع مدیریتی باید اعمال بشه. ما همگن نیستیم. این ساختار باید سریعتر خودش رو جمع جور کنه و بعد اگه کسی هم بخواد محکم باشه میگه آقا تنده. برای تنده چطور وقتی که میای میخوایم ماشین سوار شی میگه آقا برای من لکسوس بگیر، برای من بنزو بگیر، برای من پورشو بگیر، برای من چرا میخواد تند بره؟ یه 4x3 بکشه مثلا، ببین مثلا چه چیزی. ولی وقتی میخوای کار مردم انجام بدی آقا این تنده. تو نمیتونی بیای بازی یکی بیاد که چپرچلاق نمیشه بیاد. یه کار ساده یه فهم میبینی شما که میتونی تو یه روز 2 روز یه هفته تماشا 2 سال داری میری. چرا؟ چون منافع فردی سایه داره بر منافع ملی. کسی رو بذار دست پاک، جیب بسته، زیب بسته، اگه گذاشتی دهنش باز میشه و بعدم قابلیت داشته باشه. مردید بیاد وایسی مثل کاراتاست دیگه، آقا بیا رو تاتامی لباس میپوشم تو هم لباس بپوش. یه گدان خوردی خوابیدی دیگه شرور نگو. هیچ کدومشون مرد نیستن بیا مبارزه کنن. من میگم آقا بیا بشین مناظره کنیم دیگه.
بعد بگو کجا میخوایم بریم. نمیدونیم چی رو میخوایم، فقط میدونیم چی رو نمیخوایم. نمیخوایم مثلا ما بیفتیم. بابا تو وقتی میای میشی وزیر، وقتی میشی مسئول، آماده باش که بیر خونت بیشینی، حرف حقو بزن. حرف حق زدن تلخه اما رویه ایجاد میکنه. آیا سوال چرا تو مذاکرات هسته‌ای اخیر ما از طریق روسیه انجام دادیم؟ آیا ما نیاز به قیم داریم؟ نه بحث قیم نیست. ببین هر چیزی کاتالیزور میخواد. یعنی چی؟ ببین شما یه موقع میخوای این اسید روی این فلز میبینی کار نمیده، یه ماده ای رو میریزی بهش میگن کاتالیزور، واسطه عمل. اثر بخشی اسید رو روی اون فلز میبره بالا، بنابراین شما میرسی به اون نتیجه که میخوای با سرعت بالا. یه موقعی که شما میخوای یک سناریو رو اجرا کنی. بله مثلا من یادم ریابکوف که اون موقع که تو مذاکرات بود، من میگفتم بابا قزنفر رو ول کن، مارادونا رو بچسب، من حالا به سفیر فرانسه کار ندارم. این ریابکوف که اصلا بدتر از اون داره به ما فشار میاره. جلی میگفتم ببین کیه این آدم. اما الان شما وارد یک اتحاد یا به عباره همکاری راهبردی شدی. هم میشه مثل این ننه پیرزنا دیدی میشینن میگن اوه این روسا همونایی بودن که اومدن عهدنامه گلستان، بابا این مرد، اون رفت، اون فرو پاشید، تو هنوز تو اندرخم اون ماجرایی. خب اگر اینجوری این هم همون آمریکاست که اومد کودتا کرد علی مصدق، این همون بود که ساواک رو درست کرد، این همون بود که فلان کرد، این که فهمان کرد. من میخوام بگم چون بایس دارن، من وقتی منافع ملیم رو بهش بایس و گرایش و تمایل داشته باشم فرق نمیکنه، اما یادم باید باشه که تیز باشم، کسی بدون طرف سر من نمیتونه کلا بذاره. الان که داریم همکاری راهبردی میکنیم، وقتی من روسیه رو نجات دادم، ببین میخوام ایران به چه ظرفیتی دادن پهپاد به روسیه نجات قطعاً، بعدم طرف میاد یک کادو میخره مثلا 5 تومن 10 تومن فقط زر ورق براش میگیره. من تو ایتالیا که بودم دیدم اینجوریه، کادو که میدی محتواش مهم نیست، خود اون شکل کادو مهمه. اینو ایرانی‌ها بلد نیستن. مثلا یه جنس خیلی مشتی رو میریزه توی یه پاکت دستپخته میده میره، نه خود کادو اثر میذاره. خب من که رفتم این کارو کردم، چرا انقدر میای کم میفروشی؟ اگه 5 تومن اثر داشته من باید 50 تومنش بکنم که 25 تومنش رو تو سوخا بگیرم. ببین این تیزی‌ها رو ندارن و نمیخوان کار کنن. عرض من این هستش که الان روسیه با ما وارد اتحاد راهبردی شده، اگه درست کار بشه خب یا باید برم سراغ عمان یا برم سراغ قطر یا برم سراغ مستقیم که نباید بریم که، یه واسه باید پالس بدی، یه واسه اون میگه که آقا دست بیا من راضیش میکنم، یه واسه دیدی اینا که میخوان خونه سر مردم کلا بذارن، میاد چیکار میکنه یه دلالی رو میفرسته، اون میره میگه آقا این داره ورشکست میشه بیا من میارمش فلان بهمان، بالاخره میچسبونه میره. اینا دیگه بازیای پشت پرده است. هی نمیگه چرا روسیه چرا بهمان. همینقدر که الان روسیه میداند از دست رفتن ژئوپلیتیک ایران تو در اون 16 میلیون کیلومتر هم نمیتونی وایسی. آسیا میانه که پیشکشت، قفقاز هم که داری از دست میدی، همینا مثل گرگ تو رو پاره میکنن. استراتژی غرب و آمریکا این هستش که بیان هم روسیه هم ایران و هم چین رو بپاشن. همین هندم که بسیار بسیار اسرائیلی داره عمل میکنه، این آقای مودی یه نوع نتانیاهوه، اما همینم بالاخره میدونه 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت رو تو اون تریتوری به ساده نمیتونه جمع کنه دیگه. اینجا اگر بخواد بره اون ور بچسبه، در بعد از فروپاشی فرضی ایران روسیه چین هندم میپاشه، چون اینا الی یوم القیامه دیگه مثل قوم بنی اسرائیل بر جهان سیطره خواهند کرد. این ایدئولوژی یک اندیشه راهبردیه. این که من اصلا اعتقاد من این هستش که انقلاب اسلامی اگر اتفاق نمی افتاد شاه ژئوپلیتیک رو از دست میداد، یعنی تجزیه ایران، چون طرح تجزیه ژئوپلیتیک منطقه مال قبل از انقلابه. بنابراین این مسئله داریم، بنابراین روسا رو ما زیاد 0 و 1 نگاه نکنیم، ولی در این بین متحد که هیچ اتحاد راهبردی برای ما و روسیه به ویژه بسیار تعیین کننده است و ما قشنگ میتونیم بدونیم که ما در اونها هضم بشیم یا اونا بخوام بر ما حذف بشن و یا ما بر اونا مسلط شیم یا عکسش، میتوانیم در یک تعادل راهبردی برسیم به اون جایی که منافع ما و منافع اونها که در رأسش بقای و پایه‌ای ژئوپلیتیکی ما کشورمون هست بمانیم و اجازه ندیم که بازیگران فرامنطقه‌ای منطقه ما رو به هم بریزن. اشاره هم کردن اگه جنگ بشه قطعا روسیه از ما حمایت میکنه. من نگفتم اینو. من میخوام بگم اگر دیپلماسی ما فعال نباشه، چون روسا بعضی وقتا که سرشون آبشنگولی میزنن
داغ میشه. میدونی من اینا رو میشناسم دیگه. اون کابلوف مثلا تو مذاکرات بودم اصلا بوی آب شنگولیش میومد. ببین اون در مسئله طالبان گاف داد. من بایستی در مسئله افغانستان به اونا خطو بدم. یعنی این پدیدار رو از زاویه خودم با زاویه دید او به این پدیدار وقتی با هم دیگه مرتب با هم آنالیز بشه و بازیگرای منطقه رو ما قشنگ ببینیم، وقت میتونیم دائما خط همکاریامون رو با هم دیگه به روز آمد بکنیم. روسا دیر دوزارشون میفته ولی وقتی هم میفته خوب میفته. من میگم نذاریم کار به اونجایی برسه که بعد مجبور شیم خیلی کارا رو انجام بدیم. ولی قطعا روسیه میداند که بدون ایران امروز با محوریت ولایت مطلقه فقیه و این اندیشه و تفکری که هست او در تنگنای ژئوپلیتیکی از بین خواهد رفت و دید که غرب یک پارچه ایستادن که روسیه رو بپاشونن. حتی الان چون ساختار سیستمشون ضعف داره همه چی رو الان رو پوتین ببینن، لذا کل ماجراشون رو گذاشتن تو این 6 سالی که در دور جدید پوتین اومده یه جور بازی بکنن و امریکایی در منطقه ما در حال خریدن زمانن. آنچه که میتواند ایران و روسیه و چین رو وارد چالش جدی بکند جنگ‌های نیابتی است که توسط تکفیریایی که دارن آموزش میدن در افغانستان دنبال میکنن. اینم یکی از اون مسائله. اما فعلا روسیه به نظر من بهترین متحد استراتژیکی است برای ما. ما بایستی از این فرصت استفاده بکنیم، موقعیت خودمون رو ارتقا بدیم. قطعا اگر در یه سطحی ما پدافند روسیه تو حمله نظامی اسرائیل به سوریه فعال نشد. ببین اون الان درگیر جای دیگه است. اس-400 که داره برای جای دیگه. بعد فراموش نکنیم ببینید این در یه فرایند اتفاق. روسیه امروز نگاهش به اسرائیل و یهودی‌های روس‌تبار با گذشته فرق کرده. میدونی که بخشی از یهودی‌های درون اسرائیل اینها روس‌تبارن. اون نگاهی که ما به اسرائیل داریم با نگاهی که روسیه به اسرائیل داره متفاوته. اما امروز نگاه ما داره اینو نگاه میتونه داشته باشه. دشمن اونم هستی قاعدتا. نه دیگه، چون اون تعهد داره به یهودیای روس‌تبار. اصلا اون قرار نیست که اسرائیل رو پاک کنه. اما اگر ما دیپلماسیمون قوی باشه در قبال اوکراین ما همراهش کردیم، کمکش کردیم. چون ما با اوکراین مشکل نداشتیم که ما نرفتیم اوکراین رو بزنیم. ما کمک کردیم به خاطر اینکه داشتیم با طرف راهبردیمون تعامل تجاری میکردیم. من چاقو میسازم، شما رو هم باهات رفیقم و میدونم که همکاری داریم با هم، به شما چاقو میدم. اما مسئول این که چاقو رو بری گوش خورد کنی یا مثلا سر دشمنتو ببری من نیستم که. بعد چون شما امکان داره بری چاقو تو جای دیگه استفاده کنی، من نمیام از همکاری خودم بگذرم که. همون کاری که دارن امریکایی‌ها میکنن. حالا اسمش رئالیسم میذاری بذار. رئالیسم نمیدونم تعاملی، تدافعی، تهاجمی، هر چی که میخوای بگو. من میگم با ادبیات خودش صحبت کنید. من همونجوری که میرم فرض بفرمایید سخو 35 میگیرم، همون قدر که میریم با هم دیگه رایزنی داریم، ما تا میتوانیم باید با روسیه کمک کنیم و میدونیم که اگر اوکراین روسیه درش شکست بخوره ما همینجا دردسر میافتیم. یعنی به جایی که تو مردم اگه ما ایران از اسرائیل شکست بخوره برای روسیه خب منافعش به خطر میفته دیگه. نه ایران شکست نمیخوره. الان ایران با این وعده صادق نشون داد که اصلا دیگه طرف ما اسرائیل نیست. اسرائیل رو من همواره گفتم کشور نیست، یک پایگاه نظامی امنیتی سیاسی است برای آمریکا و متحدینش و به همین خاطر هستش که این نگاه در واقع بایستی امروز خودش رو اثبات کرده. امروز ایران طرف آمریکا و ناتوه و به همین خاطره که من عرض میکنم ما نیازی به بمب اتم نداریم، اما از پوشش اتمی روسیه و چین میتونیم استفاده کنیم. بخشی از سفرهای ما در خلیج فارس توسط نهادهای نظامی تعیین میشن. آیا این نشونه ناکارآمدی وزارت امور خارجه است؟ نه، میتونه پیشنهاد باشه نهاد نظامی یا امنیتی بنا به دلایلی، مثلا بیاد در رایزنی با وزیر یا حتی رئیس جمهور مأموریتی رو تعریف کنن که نیاز داره به پشتوانه تجربی اون فرد. این بحثش نیست که مثلا ویلیام برنزو یک دیپلماته که بسیار هم دیپلمات کارکشته و جذابیه. یعنی من چون مذاکره داشتیم من نزدیک دیدمش، میگه دشمنت هم که هست خوبیاشو بگو دیگه. من میگم
ترازش تراز متفاوت از بلینکنه، ولی الان شده مسئول CIA. یعنی ظرفیتی داره که میتونه بره CIA رو مثلا مدیریت کنه، چون نیاز به اون پشتوانه دیپلماتیک داره. من میخوام بگم اینجوری نیست. اما اگر بخوان مفهوم این باشه که تحمیل کردن، این دیگه بستگی داره به توانایی وزیر. من باشم اینجوری نیستش که. دوران خودتون همچین موردی دیدین؟ نه. البته میگم بعد ببینیم، ما کانالامون خیلی شفاف نیست دیگه. هر کی برسه مثلا داریم آدمی که بردن گشتن سفیر، ما سفرایی، چون من بازرس بودم دیگه، سفرایی که لپی بردن نتیجهش هم چیز خوبی نبود. سفرای الان ما به چه صورت هستن؟ توشون لپ هم داریم دیگه. هم دیگه زیاد چیز نکن. دکتر آیه ظریف یه صحبتی داشتن، حالا من اشاره به مضمونش میکنم، که ما در وزارت امور خارجه هیچ کاره ایم، یعنی خیلی از تصمیم گیری ها در خارج از وزارت امور خارجه انجام میشه. شما اعتقاد دارین؟ فکر نمی کنم کودتا شده یا انقلاب که حالشون داره اعلام براءت میکنه. نه، ایشون سوگلی آقای روحانی بود و آقای ولایتی. بس بنابراین انسان اینجور نیست، ولی یه جور بی‌معرفتی هم هست دیگه. کاسکوزر مثلا بخوای با اینجور آدرس بدی بگی آقا من می‌خواستم این کارو بکنم نذاشتن، مثل همون دیپلماسی قربانی میدان شد. یعنی به کاسکوزر خراب کنه سر کسی که تو میدان داره مثلا مبارزه میکنه. آقا شما اگه فهم نکردی، درک نکردی، مشکل توئه، مشکل چیزی. ما امنیت اولاس بر هر چیزی، چون موجودیت من مسئله امنیت. وقتی داعش اومده دیگه الان جای نمیدونم پروتکل و مسائل سیاسی و سرمایه گذاری و این حرفا و صحبت کیلویی نیستش. نه، من که عرض میکنم میگم دیپلماسی که مدیریت فرصت رو نشون میده با کار اطلاعاتی نظامی که مدیریت تهدید رو نشون میده، اینا دروی سکه باید بشه. حتی منشور داریم ما، این منشور یه ذره‌ش هم فرهنگه، یه ذره‌ش هم اقتصاده. اصلا جهان برای اقتصاد و بازار داره میجنگه، برای خدا که نمیجنگن، برای دنیاشون میجنگن. بعد اگه شما نخواهی این واقعیت‌ها رو ببینی، بس برای گیج حرکت میکنه دیگه. نه، این از بی‌معرفتیه. خیلی مثلا زور بیارن که شما ببینید برخلاف حتی مبانی فکری و اصول اخلاقی و هست، استعفا بده. اون قبول نمیکنه. برو بشه خونه. استفاده دایره زمانه. اون نه، اون یک به نظر من یک جور حس حسادت و یک جور تضعیف کردن حرکتی بود که حاج قاسم انجام داد. چون شما اصلا صحنه رو قبول کردی که آقا سوریه، عراق، لبنان به تو ربطی نداره. آقا پذیرفتی. بعدم میره میگه قربانی مثلا میدان شد. تو که میدانت هم گشته بودی همه رو نیویورک و ژنو و مسائل اینجوری، حتی دو جانبه کار نمی‌کردیشون. ایشون دو جانبه اصلا نبود. بنابراین وقتی اینو داری میگی امنیت ملی ما و موجودیت تهدید اصلی معتبر علیه ما، امنیت ما که داره در عراق و سوریه تعریف میشه، معلومه حاج قاسم همه کاره ماجراست. و ضمن که من میگم صحبتایی که با حاج قاسم داشتم، حتی در حوزه مثلا حوزه کوچیکی مثل افغانستان که وقتی سفیر شدم دیگه، من اونجا وقتی باشون صحبت داشتم واقعا فرد منعطف، فلکسیبل، چون ملی نگاه میکرد، خودی نداشت واقعا. و شما نتونستید تعامل، چون ضربه رو قبلا از ظریف توی پروژه افغانستان خورده بود. بنابراین ضمن که مسئله نیاز به رعایت‌های حفاظتی داشت، یه جای شما اصلا نباید کسی بدونه. ببین یک سفر، یک بازدید هیئت ریاست جمهوری زمان خاتمی از یه سایت هسته‌ای، نه شخص خاتمی، کسی که بودن، برای ما دردسری درست کرد که اصلا ماجرای هسته‌ای ما از اونجا کلید خورد. چه مشکلی؟ همون پرونده که وا کردن گفتن آقا ایران داره مثلا چنین میکنه، منافقین یه سری خبرات دادن، اصلا ماجرای فشار تحریمی و پیشرفت‌های ایران از اونجا سر در آورد دیگه. من میخوام حفاظت دیگه بحث این و اون نیستش. اتفاق اگرم موضوعی هست میرسه به خودش گرگی میکردی. شما مرد استعفا نبودین که، اگه می‌خواستین استعفا بدین خیلی زودتر از اینا خیلی جای دیگه هم استعفا میدادین. اصلا اینجوری نبود. متأمرد این یه جور به نظر من نسنجیدگی بود و بغض یا بگیم حسادت به حاج قاسم، چون کار بزرگی کرد، کارش خیلی بزرگ بود. ببین مثلا پوتین دفعه یه بار که اومد اینجا میدونی که چیکار کرد؟ یه جور دور زد، نرفت پیش حسن روحانی که مستقیم رفت دفتر آقا، خودش جور کرد. این دیگه خب ببین شما چرا باید اینجوری کار بکنی که طرف اصلا شما رو مجزا ببینه؟ چون فهمید
که در این ساختار اصلا فرآیندهای تصمیم گیری یه جاهایی با هم دیگه دارن مسیر یک سویه نمیرن یا نگاه یکسان ندارن به امنیت ملی. به این منافع ملی سنگ نشانه. هر کجا اگه تعارضی باشه یا باعثی یه تبیین صورت بگیره یا روی اون هدف باید در واقع واکاوی بشه یا روی افراد. مگه ممکنه مسیر یه جا، نقطه عزیمت یه جا، همه چی یه جا، بعد دوگانه میری؟ به مسئله نفوذ اشاره کردین. شما به نفوذ در دولت و نهادهای انقلابی اعتقاد دارین؟ ببین نفوذ الان با گذشته فرق کرده. اینم شما بگم میگه که شما در گذشته شما مثلا خاطرات همفر رو میخونه دیگه که طرف میاد میره تو حتی میشه آیت الله فلان بهمان. اون مال گذشته است. الان اصلا نیازی نیست که شما تو برخی اقدامات عملیاتی است که شما میری آدم میتراشی که مثلا کوپتر رو درست میکنن میدم یه سری این اراذل اوباشی که مثلا در تایلند دیدنشون بستن یا امارات، بعد این آقا بالاخره بعد از یه فرایند آنچنانی یه بسته هم میدن بره انفجار رو انجام بده که بعد آقای نتانیاهو اونجا عربده میزنه میگه که ما ضربه رو از داخل به شما میزنیم. این اراذل اوباش اینا. اما یه بحثی که وجود داره الان دیگه نفوذ فرق کرده. نفوذ برمیگرده به ضریب همسویی و هماهنگی معرفتی دو طرف. یعنی شما اگر دیدگاهت با دیدگاه کری یکسان شد، وقتی شما داووس رو داری، ما الان داریم از برخی از این آقایون روشنفکران هستن اسم نمیبرم دیگه، اینا مثلا ایشون دعوت میشه همیشه به داووس. تو شخصی نمیخوام اسمشو بگم چون بنده خدا دانشگاهیه، البته تو حلقه نیاورون بوده همیشه. این حلقه نیاورون خودش یه شبکه بود دیگه. این نوع تعویل و نگاه به دین و نگاه به منافع ملی و روابط خارجی و اون سبک زندگی دقیقاً اونوریه. پس بنابراین اصلا نیاز نیست که دیگه طرف بخواد مأموریت بده. همین که پالس میده، زمینه فراهم میکنه، میگه پسندم آنچه را جانان پسندد. و به همین خاطر اینا برخیشون دیگه بخوان عملیات سیاسی هم بکنن میرن تو شبکه ماسونی. ما که ماسون کم نداریم، شبکه ماسون خیلی قویه تو ایران. مرکزش توی ترکیه است. دفتر دارن. از زمان قاجار اینا بودن. آقای دکتر همیشه اشاره شده این کدا رو داده آقا حلقه نیاوران فراماسونی، چون اینش ریشه یابی نمیشه. چون کسی که باید ریشه یابی کنه میرن مراکز ریشه یابی کننده هم باز اینا روش سوار میشن. نمیذارن بشه. ببین چی میخوام بگم؟ حالا بعضیا میان بحث از خالص سازی میکنن، اونم یه ادبیات به نظر من نامناسبیه. یعنی همه رو بریم از یه طیف برداریم بیاریم. نه، من میخوام بگم این شبکه یا شما هم بایستی رفتارشناسی داشته باشی، معرفت شناسی داشته باشی. اصلا پالسش معلومه دیگه. نیازی نیست که مثلا این دستگاه رو بزنید تورنوسل رو ببینید که آقا این اسیدیه یا بازیه. خودش نشون میده اسیدیه یا بازیه. شما ببین چی میخوای، خود اون فردی رو که میخوای تو کاروانت ببری رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون. ما مشکلمون که نمیدونیم کجا داریم میبریم. بعد یارو مثلا کافیه ریش پروفسوریش کامل کنه. درسته؟ مگه تو دولت آقای رئیسی نکرد؟ بله. دولت آقای رئیسی ملغمه‌ایه از کسانی که اصلا بهشون اعتقاد ندارن تا کسانی که بهشون مؤمنن. خب این آشفته بازار شما هیچ وقت به یه سیاست راهبردی قابل اتکا نمیرسی. و بعد برای همین وقت مجبور روحوزی بازی کنه، دفعه 700 به فاصله، دفعه 700 به فاصله. همون سیاست گذشته رو میری. بانک مرکزی همون بانک مرکزی قبلیه. نفتت همون نفته. ولی شدت آسیب هزینت میره بالا دیگه، چون پول هرچی پول بیشتر میشه خروجیش هم بیشتر میشه. مثل یه بشکه نگاه کنید، یه بشکه رو نگاه کنید در چند سطر اومدن به این سوراخ زدن. سوراخ‌های اول ریزه، بعد بالاتر بزرگتر و بعد بزرگتر. همیشه من اینو گفتم اگر نفت میشه $10 مردم فقیر میشن، نفت میشه $100 فقیرتر. چرا؟ چون میزان بیشتری وقتی تو اون بشکه میریزه فشار توی اون مایه پایینتر که دلار باشه با شدت بیشتر خارج میشه. من میخوام بگم ما باید بازنگری کنیم مثلا به شیوه مدیریت کلان ساختاری. اولین گامش همه که تمایز قائل شیم بین نظام سیاسی و ساختار و نگاهمون به مردم رو تبیین کنیم، مسئولیتمون رو و رسالتمون رو در موضوع حکمرانی روشن کنیم، شیوه حکمرانی رو هم تغییر باید بدیم. لازمش اینه که اصلا بدونیم داریم چی رو حکم میدیم.
ما باید بریم به سمت بی‌دولتی، بریم به سمت واگذار کردن حکمرانی به مردم. مگه نمیخوایم خلیفت الله باشیم؟ مگه نباید مردم خیش فرما کنیم؟ وقتی شما مردم خیش فرما کردی، این برخلاف شیاطینه، نظر شیاطینه، چون اونا دنبال اتوریتی و سلطن، ما دنبال آزادی هستیم. آزادی نقطه عزیمت نهایی ماست. ما دنبال عدالت نیستیم، عدالت برای آزادی است. آقای دکتر اشاره کردیم به نفوذ دشمن تو بدن اطلاعاتی کشور. ما شاهد سرقت اسناد هسته‌ای ترقوزآباد بودیم، ترور شهید فخریزاده، ترور فرماندهان نظامی در سوریه. چرا اینقدر شکاف اطلاعاتی تو بدن کشور زیاده؟ نمیتونم بگم زیاده. چرا؟ چون این یک هنر مام هست. ما هم توی اسرائیل نفوذ داریم، ما توی لایه‌های عمیقشون هم داریم. یعنی این رو یه چیز تخصصیه، چون من آشنایی دارم با این دوستان. اینو اینجور نباید تبیین کرد. شما الان روسا میدونید که هر از چنگای آمریکایی‌ها رو میگیرن، آمریکایی‌ها هر از چنگای روسا رو میگیرن. یعنی این ذات این چالش و رقابت این هستش که شما روی برخی از نیروها سوار میشی. آلودگی کاره. شما وقتی داری توی بیمارستان کار میکنی، شما آلوده میشی دیگه، بخوای یا نخوای. وقتی داری توی کار امنیتی میری جلو و مأموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی رو اجرا میکنی، میتونه یه جاهایی شما مثلا رود سوار شد. من اکبری رو خب میشناختم، تو دبیرخانه شورای امنیت ملی هم میومد که مجمع تشخیص، یا مثلا در معاون وزیر دفاع هم شده بود یا مشاور. اما این بنده خدا از اول که جاسوس خائن نبود که. یه جایی افراد کم میارن، یه جاهای اگه چرا کم میارن؟ چون سیستم اگر هر چقدر انسجامش بیشتر باشه، شما ریزشت کمتر میشه. هر چقدر یه دفعه در درون ساختار یه دفعه میبینی نیروهای چلمنگی پیدا میشن در بالاترین سطح، یه دفعه ضربه میزنن، این طرف هم نمیتونه توجیه بکنه، طرف میبره. آیا کجای اسرائیل ما نفوذ داریم؟ مگه من نفوذ دادم بهشون؟ نه فرمودین نفوذ. من میگم، من شناخته میگم برابر، چون اطلاعاتی اومد بیرون. ما چند بار اتفاق افتاد که افرادی رو حتی گرفتن و عملیاتی اونجا صورت گرفت که مباهات آمیز بود. نشون داد که چقدر قشنگ کار کردن بچه‌ها. و این شما هر چقدرم که الان شما قدرت بلا منازعه منطقه‌ای، وقتی شما ابرقدرت میشی، شما قطعا باید نفوذ بکنید. اونا هم قطعا رو شما سوار میشن و سعی میکنن نفوذ خنثی کنن یا دوبل بشه طرف. ما برخی دوبل میشن، یعنی طرف یه دفعه یه جای شخصیتش دیگه در اون حد نیست که بتونه این حجم از فشار مأموریتی رو تحمل بکنه، لذا اونجا خنثی میشه. وقتی تو اون مرحله خنثی شد، حالا زیرک اگر باشه میاد دوبل کار میکنه، ولی بالاخره میسوزه. شما این کتابای چیزو بخونه، رمان جاسوسی رو، سابقه عمیق داره. ما تازه بعد از 45 سال داریم یه سری تجربه میکنیم. میخوام بگم دورنما رو من خیلی روشن قشنگ میبینم. چرا؟ چون مبانیمون خیلی قوی غنی. چرا حملات تروریستی بیشتر از گذشته شده؟ آیا وزارت کشور موفق عمل کرده تو کنترل مرزها؟ نه، ما مرزمون تغییراتی که در جدار مرز ما پیش اومد، مثل بازگشت طالبان، ما هیچ وقت سرمایه نداشتیم و نمیتونستیم. این حجم 910 کیلومتر 20 کیلومتر افغانستانه، یه چیزی هم همون پایین 2000 کیلومتر رو شما که همش هم بیابون و رمل و غیر و ذالکه چیکار می‌خواید بکنین رو؟ اینجا نشون میده که دیپلماسی اتفاقا میتواند جریان نفوذ رو از بین ببره. شما هر چقدر توسعه اقتصادی رو در جدار مرز بالا ببری، ضریب نفوذ و ضریب عملیات انتحاری و تروریستی کم میشه. ولی وقتی بیابونه شما طرف میرن این وریان میشن عامل برای قاچاق اونور، از قاچاق سوخت داره انجام میشه، ماکارونی داره انجام میشه تا میرسه به مواد مخدر. عملکرد وزیر کشور چطور ارزیابی می‌کنین؟ سردار وحیدی ما با ایشون ما رابطمون خراب شه، رفیقی ما از قدیم، هرچند ما اصلا ایشون رو ندیدیم، من میبینیم کاری داریم. آدم سالاریه، تلاشی داره میکنه دیگه، یعنی دوست داشتنیه. ضمن که بالاخره هر مدیری در سطح کلان مثل وزارت کشور میتونه مثلا اتفاقاتی هم بیفته، همه قابل نقدیم دیگه، ولی در مجموع فرد قابل احترام و دوست داشتنی. در معادلات اسرائیل دارای بمب هسته‌ایه، ما فاقد بمب هستیم. اگر جنگ صورت بگیره، آیا ما آستانه تبدیل شدن به بمب هسته‌ای رو داریم؟ ما در آستانه باید باشیم، اما قرار نیست که به کار بگیریم، چون مسئله اصلا به این شکل حل نمیشه. من اعتقادم اینه که آنچه را که اسرائیل الان 250 تا کلاهک داره و این بخت برای چیرگی است، نه تنها بر منطقه، بر اروپا.
اتفاقا امنیت غرب و اروپا رو اسرائیل به انقیاد گرفته. یعنی امریکایی را اگه نگاه کنی از یه طرف هم این ورا دارن میبندن هم اون ورا. ببینید شما الان مواضع دولت آلمان رو ببینید، آلمان ها قاعدتا باید که هستن ضد یهودی هن، اما سلطه‌ای که الان یهود در آلمان داره، صهیونیست دارن، هیچکی نداره. صدر اعظمش هم صهیونیسته، وزیر خارجه‌ش هم صهیونیسته. یعنی این شبکه نفوذ بسیار عمیقه در اروپا، در فرانسه، در ایتالیا. تمایلات ضد یهودی هم بسیار بالاست. منتها با این اتفاقی که افتاد خیلی یهود ضربه خورد. یعنی الان موجی از نفرت در همه جهان، یعنی 75 سال زحمتی که کشیده بودن با هالیوود، با پوشش خبری و همه به باد فنا رفته دیگه. چهره اینا بخواد بازسازی بشه به نظر من ساده نیست. یعنی شما در آستانه بمب هسته‌ای هستیم ولی با توانش داشته ما همیشه باید ببین بمب هسته‌ای این واژه رو من قبول ندارم. ما در آستانه هستیم چون تکنولوژی های آینده رو شما نمیدونی چه حدی از غنی سازی رو میخواد. وقتی شما میتوانی از معدن تا میله گذاری و غنی سازی و بازفراوری اینا رو همه رو انجام بدی، میشه در آستانه بودن. معنی نداره به من میگن چرا 60%. شاید شما بخوای لازم باشه فردا یک موشکی رو بفرستی به مریخ، یه فضاپیما بفرستی، دیگه با سوخت جامد هم این نمیتونه کار کنه. شاید پیل‌هایی رو بتونی درست کنی که الان در کشتی 60% دارن استفاده میکنن که مثلا با 99% این کار بکنه. مهم مهار و غلافی است که درست میشه و شکل بگیره. الان ساعت‌های اتمی اومده، ساعت اتمی مچی. ببینید بخوام بگم اینجوری نیست. این آغاز راه برای بشریت، نه تنها ایران. و وقتی شما رو دارن اینجا لازم میدونین برای بشریت اصلا ضرورت داره. شما وقتی این تکنولوژی رو میتونید مدیریت کنید، چون مدیریت در این حوزه مدیریت بسیار بالاست. ایمنی میدونید که مهمترین دستور کاره در بازرسی‌های آژانس. وقتی شما در این سطح داری تکنولوژی رو مدیریت میکنید، حالا میتونی وارد همجوشی بشی. همجوشی فرق میکنه با موضوع هسته‌ای، اما به هر حال این یک انرژی پایدار مثل خورشیده. خب بنابراین اگه اون مدیریت نشته باشه اینم نمیشه. حالا در مسائل دیگه هم داریم. ما میتواند در یه جاهایی هم اگه لازم شد اراده شما بالاخره اتفاقاتی رو شکل بده، اما نه در شکل سلاح‌های کشتار جمعی. در هر حالت، چه بیولوژیک، چه شیمیایی، چه هسته‌ای، چه نوترونی، هر چی که باشه، بنده این رو برخلاف اون پارادایم فکری میبینم، چون ایران پرچمدار دین دعوته. ما مخاطبمون عامه، حتی جهان عرب، جهان شیعه، جهان اسلام و اینها نیست، کل بشریته. و ولی امر هم که داریم ولی امر همه بشریته. میخوان قبول داشته باشن، میخوان نداشته باشن. یه تجربه است که میتواند تسری پیدا کنه، چون قرآن کتاب استراتژیک برای رساندن انسانها به آزادی و برای نجات بشریته. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای دکتر لذت بردیم از مصاحبت با شما. ممنونم.